من هیچ وقت طرفدار آدم‌ها نیستم، طرفدار فکرم. چون آدما میان و میرن، این فکر است که یا پاسخگو یا پاسخگو نیست. به کورنر امیرعلی خوش اومدید. امیرعلی امروز به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد این مهاجرتش از عکاسی و ویدیوگرافی به پادکستر شدن گپ بزنیم. بعد از 7 سال عکاسی و تصویر و اینها احساس کردم یه جای دیگه قفل شدم. با هم عمیق شدیم ببینیم ماجرای خلق جافکری چی بوده. سعی می‌کردم چنگ بزنم به هر چیزی که فکر می‌کنم دم دسته. اسمش، موضوعش، مدیومش چجوری انتخاب شده و من این اسمو از 18 سالگیم داشتم. اگر داریم ما میبینیم امیرعلی امروز به جای اینکه روی اسم خودش، روی پرسونال برند خودش سرمایه گذاری کنه، سراغ این رفته که یک برند دیگه خلق کنه، از کجا میاد؟ من احساس کردم از اینکه پروداکتم خودم باشم خسته شدم. در مورد چیزهایی که توی این فرایند 10 ساله به دست آورده، از دست داده، در مورد ترس‌هایی که تجربه کرده، در مورد میزان تنها تر شدنش گپ زدیم. اون شخصی از خودم که خیلی راحت آدما رو دوست می‌داشت از دست دادم شاید. اگر فکر می‌کنید این موضوعات براتون جذابه، با من و امیرعلی همراه باشید. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، میخوام یادآوری کنم که هدف ما تبدیل شدن به یه پادکست بین‌المللیه. امروز امیرعلی اینجاست تا با هم در مورد جافکری صحبت کنیم. جی شتی پادکستر انگلیسیه که دقیقاً مثل امیرعلی با هدف اینکه سلامت روان رو توی آدما شکل بده، آن پرپس رو خلق کرده. ما دوست داریم به جایی برسیم که جی شتی رو هم مهمون برنامه‌مون کنیم. بیاید با سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما با قدرت رسانه‌ای بهمون دادن کمک کنید تا این اتفاق بیفته. بریم ببینیم با امیرعلی در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. امیرعلی چطوری؟ عالی. این روزا واقعا عالیم. خوشحالم که خوبی. بهت گفتم امروز پاش یه کوزی کورنر. برام سوال بود اول از همه، یه کسی که به عنوان عکاس و ویدیوگرافر شناخته شده چجوری حاضر از اون تصویر و از اون به قول معروف حرفه و کریری که برای خودش ساخته گذر کنه، بیخیالش بشه، مسیر رو عوض کنه. چرا؟ چون کسایی که کار خلاق دارن انجام میدن توی مسیر کاری و زندگیشون این اتفاق براشون میفته که اون چیزی که دنبال میکردن دیگه نتونه اقناشون کنه، ازش چشم‌پوشی کنن و برن سراغ چیز دیگه. و من توی این 20 سالی که دارم با آدم مختلف کار میکنم میبینم خیلی ها این براشون بار روانی داره، فشار داره که من وقتی با یه کاری دیده شدم، شناخته شدم، دیگه نمیتونم ازش گذر کنم برم. دوست دارم با هم در مورد این اول گپ بزنیم، بعد بریم جلو ببینیم به کجا میرسی. اولا که دمت گرم، مرسی که دعوتم کردی. واقعا خوشحالم که اینجام. خصوصا تو صحبتی که با هم قبل از این ضبط داشتیم خودت رو خیلی چون آدم خلاقی دیدم، حس دادم که این گفتگو میتونه گفتگو خیلی جالبی باشه و اینکه احتمالاً مخاطباتم مثل خودت خیلی آدم‌های باید جالبی باشن. خیلی نقطه خوبی رو انتخاب کردی برای شروع بحث. من یادم یه مدتی رفتم یه سازی رو یاد گرفتم، گیتار. یه ذره که از این فرتاش سر در آوردم و آکوردا و اینها، بعد که دیدم یک سازهای دیگه دستم میگیرم دیگه اونقدر برام غریب نیست. یعنی مثلا اگه ستا رو میگیرم دستم روی این فرتاش راحت تره. حالا دیگه راحت تر میتونم بفهمم که مثلا یه آکوردو بخوای بگیری یه جور دیگه بخوای روی ساز دیگه بری جلو چقدر برات قابل فهم تره. در اصل سازها ساختارشون شاید خیلی شبیه به هم نباشن، ولی کار کردن باشون یه مغزی میخواد که اون مغزه اگه که استراکچر موزیک رو بفهمه احتمالاً سازهای مختلف هم راحت تر میفهمه دیگه. توی سوشال مدیا، اینستاگرام یه پلتفرم، پادکست یک پلتفرم، نمیدونم توییتر یه پلتفرمه، ولی وقتی تو از ماهیت سوشال مدیا سر در میاری دیگه اونقدر برات ریسک بالایی نداره، خطر بالایی نداره که بخوای به پلتفرم‌های دیگه هم کوچ کنی یا بخوای کار دیگه بکنی رو پلتفرم‌های دیگه، یا اصلا بیست مثلا از جای مثل اینستاگرام بخواد تغییر بکنه به جای دیگه. من زمانی که
تو اینستاگرام کار میکردم برای نزدیک به 7-8 سال، چیزی که متوجه شدم اینه که پلتفرم های دیگه هم شاید یه ذره فرق میکردن، ولی فرمولا چون اونقدر متفاوت نبودن، هر از گاهی میدیدم که بخوام یه جای دیگه یه کار دیگه هم بکنم، فقط میدونستم یه مقدار این وسط چالش دارم. مثلا میدونم یوتیوب یه مقدار خب سخت‌تر مخاطب میگیره، سخت‌تر توش محبوب ممکنه بشی، سخت‌تر کارت پیش بره. اون تو فنایی که داشتیم میگفتیم خیلی سخت‌تر توش پیش میاد و اینها. بعد از 7-8 سال عکاسی و تصویر و اینها احساس کردم یه جای دیگه قفل شدم. احساس کردم دیگه انگار که یه جورایی برام به زحمتش نمیارزید. اگرچه که خود عکاسی و تصویر و دوربین و اینها یک مریضیه که تا ابد با توه، لاعلاجه، اصلا درست نمیشه. یعنی تو حتی اگه چه میدونم بری تو بیزنس ساختمون میتونی باش میلیاردر هم بشی، دوربینت باز همیشه رو میزته، حاضر نیستی اونو ردش کنی بره بفروشیش، هم باز دوباره میری دیگه‌شو میخری میذاری رو میزت، حتی اگر عکاسی نکنی. مریضی عجیبیه تصویر دیگه. منم اینجوریم. هم اون باعث شد که مقدار از اون قضیه بخوام یه ذره در بیام برم سراغ یه چیز دیگه. همین که فهمیدم هویت آدم چیزی نیستش که یک بار پیدا شه و تموم شه. ما خیلی بیشتر از چیزهایی هستیم که پیدا میکنیم و فکر میکنیم پیدا کردیم. یعنی وقتی تو مثلا یک موزیسین میشی، نباید فکر بکنی که دیگه تو تمام زندگیت رو احتمالاً فقط باید موزیسین باشی. یعنی خیلی وسیع‌تر هست. اینو تو چیزهای مختلف هم میتونی بفهمی. مثلا وقتی میدوی 3 کیلومتر دویدی، نفس زدی، عرق کردی، گفتی با من 3 کیلومتر دویدم، بعدن که 10 کیلومتر میدوی میفهمی اون 3 کیلومتر شوخی بود، بعدم که 15 کیلومتر میدوی بیشتر میفهمی اون 3 کیلومتر شوخی بود. حالا این مثالو بیا تو چیزهای دیگه، مثل چیزهایی که به دست آوردیم، اون اچیومنت ها رو نگاه کن، دستاوردها رو. و من یه جایی احساس کردم که من خیلی بیشتر از عکاسی و تصویرم دوست داشتم کارهای دیگه هم بکنم. یه چیز دیگه هم که تاثیر داشت این بودش که یه آدمی که اون روزا خیلی برام مهم بود، یه روزی برگشت بهم گفت تو هیچی نیستی. گفت تو یه روزی شانس آوردی، یه دوربین گرفتی و تو شرطی شروع کردی که شاید هر کسی نمیومد انقدر کار بکنه و اینا، به چیزای اهمیت دادی تو اون برهه که کسی اهمیت نمیداد، یهو خیلی دیده شدی. و من چون تو اون بره افسرده بودم پذیرفتم اون حرفو، و بعد واسه این که اون حرف رو پذیرفتم مجبور شدم خیلی سختی بکشم. یعنی سختی ورود به یک راه جدید که توش اصلا نمیدونستم چقدر میتونم موفق باشم، ولی باز اون شناخت سوشال مدیا، پلتفرم‌های مختلف که مثال زدم مثل همون سازها بود، باعث شدش که یه بار دیگه بیام یه کار دیگه رو از صفر شروع بکنم، اون بیبی استپاشو اصطلاحاً بگذرونم، یه بار دیگه ببینم اگه بخوام توی یک پلتفرم دیگه تاثیرگذار باشم چه جوریه. و اینجا بودش که پادکستم شروع کردم. این نکته‌ای که گفتی، اون بنده خدایی که زد تو برجکت، تصمیم گرفته بودی بری سراغ پروژه جدید یا شد موتور محرک برات؟ یعنی اون حرف شنیدنش باعث شدش که راحت‌تر بتونی اونو ببوسی بذاری کنار؟ ببین، نه که اونو ببوسم بذارم کنارها. من چند وقت پیش سینا سایی وقتی که اومد گفت امین علی دوست دارم این ویدیومو تو بسازی، گفتم ببین من اونی که در مورد مهاجرت بود. آره کوچ، در مورد ویدیو کوچ، با خودم فکر کردم که، یعنی به سینا گفتم که سینا، همین که تو داری یه کاری میکنی که من دوباره دوربینم رو مثل یک تصویرگر بگیرم دستم و دوباره شروع کنم به کار، برام خیلی با ارزش‌تر از هر چیزیه. واقعا نذاشتمش کنار. ولی سوالی که پرسیدی و اینجوری جواب میدم که اون انگار هم زد تمام چیزهایی که مدت‌ها تو دل من انباشته شده بود. یعنی خسته بودم از اون شک پول در آوردن، خسته شده بودم از اون حد از مسئولیت پذیری، خسته شده بودم. چون تو وقتی که داری کار تصویر میکنی، در نهایت کانسپت خدمت به یه آدم دیگه است که مستقیم باش در ارتباطی. یعنی هی باید باش در ارتباط باشی. این تصویر رو دوست داری، اینو دوست داری، این کارو میخوای. حالا فکر کن چه میدونم یک ایونتی تو داری تصویرشو کار میکنی، یه موزیک ویدیو تو داری تصویرشو کار میکنی، یه تصویر تبلیغاتیه برای شرکتیه. همه اینها در نهایت برای تو مسئولیت میسازه و البته تو مجبوری که سلیقه آدم‌های دیگر رو هم تو این قضیه دخیل کنی و این سلیقه دخیل کردن خودش خیلی فشار زیادی داره. نسبت به اوضاع مالی که من داشتم خوشحال کننده برام نبود، با اینکه پروژه‌های خیلی زیادی میگرفتم، پولای خوبی هم شاید در میآوردم، به زحمتش و مسئولیتش همه اینو با هم جمع شده بود. یه ذره بیا برام بازتر کن، چون من نمیفهمم. وقتی داری میگی که فشار زیاد بود، دقیقاً داری در مورد چی صحبت میکنی؟ این که مثلا شناخته شده‌ای، دیده داری میشی باعث فشار بود؟ این که آدما یه چارچوب ذهنی داشتن با توجه به تعریفی که خودت داری که
آدم هویتش یه چیز کوچولو بسته نیست. آدما دیگه رفته بودن سمت این که فقط تو رو یک تیکه‌ای از امیرعلی بزرگتر میدیدن، اون داشت بهت فشار می آورد. همش همین که تو وقتی یه رسانه بزرگی برات به وجود اومده، هر روز داری خودت رو هی سرزنش میکنی که چرا پس من با این کاری نمیکنم. این خودش یک قضیه است. یعنی چی کاری نمیکنم؟ منظور از لحاظ مثلا بیزنسیه مثلا یا ببین، نه تو نگاه کن یه مسیری اومدی، مثلا 4 تا عکس گرفتی، 4 تا فیلم هم گرفتی، اونا هم دیده شده، بعد دوست داری بری قدم بعدی دیگه، بعد 4 5 رو نگرفتی، هنوز 10 رو نگرفتی و کافی یه آدم میفته آدم توی بازی روانی که هی با خودش، اگه که تو اهل میدونی رشد کردن هم باشی و البته بدونی که تو سهمت خیلی بیشتر از این چیزی که امروز آدما فکر میکنن داری. یعنی خیلی از آدما میگن مثلا حالت که بده، میگن که بابا هر کسی اون صفا اون آدما و اون شرایط رو داشت که بعد خیلی خوشحال میبود. گفتم بابا خیلی آدما خیلی بزرگترن و میکشن خودشون، خودکشی میکنن تاش. آدم میدونی گیر یه بازی با خودش میگه من از این ثروت هایی که دارم چقدر دارم درست استفاده میکنم. این یه بخششه، ولی نکته که اونجا گفتم بیشتر فکر میکنم ساید مالیش بود. یعنی ببین مثلا تو با اون دبدبه و کبکبه و اون همه مشتری و کار و اینا، یهو مثلا درگیر یه پروژه میشی که طرف میاد میگه ببین کل این پروژه موزیکشو دوست ندارم، عوض کن. مثلا اینم یهو برات یه فشاره، یعنی طرف به سلیقه تو اعتماد نداره. یا مثلا توی وقتایی به خاطر پول مجبوری یه کارایی بکنی که خیلی از نظر تو کوچیک‌تر از اسکیل تو هن. یعنی تو مجبوری یه کارایی بکنی تو تصویر. من میگم ببین اگه من یه دوربین داشته باشم از دیوار عکس بگیرم باش خوشحال باشم کافیه، ولی وقتی تو تصویر تو مجبوری بری سراغ یه چیزهایی چون کارفرما این رو دوست داره و کارم بزرگ نیست. ببین تو در نهایت برای یک آدمی داری یک تصویری میسازی که فقط مخاطب خودشه، حتی اگه آدم معروفی باشه. مثلا فلان خواننده پاپ رو در نهایت اون خیلی از آدما ممکنه چیز باشن، ولی محتوایی که خودت میسازی، چه میدونم مثلا چیز مثل پادکست، پیر جوون، چه میدونم دختر پسر، چه میدونم کارمند کارآفرین، همه گوش میکنن. یعنی اسکیل کار خیلی بزرگتره. و من تو همون استودیوی خودم تو یوسف آباد یه روزی با خودم میگفتم بابا بعد یه کار بزرگتری باشه از این کاری که من دارم میکنم. یا شایدم با این ظرفت یعنی یه جورایی پر شده بود. آره فکر می‌کردم این دیگه اقناعت نمی‌کرد اون چیزی که داشتی، با اینکه ممکنه برای میلیون‌ها نفر داشتنش آرزو باشه. آره واقعا چیز نبود برام. خب چند سالت بود؟ 26 سالم. کی یهویی دیده شدی ترکید؟ اون که از حدود 22 سالگی اتفاق افتاد برام. یعنی از 22 سالگی که من شروع کردم تو فیسبوک و اینستاگرام، همینجوری هی اول تو 20 سالگیم تو فیسبوک بودم، اونجا اتفاقای افتاد، بعد 21 تا دیگه تو اینستاگرامم خیلی دیده شدم و هی بزرگتر شد و این ادامه داشت تا 96 7 که من حتی نمایشگاه کتابم که عکس‌ها و نوشته‌هامو چاپ کردم اون موقع که خیلی هم حواشی داشت، این بازی ادامه داشت. ولی میگم سقفشو همون جاها دیدم دیگه. یعنی احساس کردم بیشتر از اون، میدونی احساس میکنم همه اینها با هم یه تیکه از پازل اون بیگ پیکچری که من دوست دارم یه تیکه از پازل بود، همه پازل نبود. خب خودتو چی داری میبینی؟ کامل بهم بگی پازل کلیشو. فکر میکردم یه روزی دوست دارم یه فیلم بلند بسازم. خب آره، ولی گیر کرده بودی توی اوله. آره ببین تو مثلا میگم شاید دوست داشتی چه میدونم یه روزی کارخونه بسازی، کارخونه ساز بشی، اصلا کارت ستاپ کارخونه برای آدما باشه، مثلا دارم مثال میگم. بعد فکر کن این وسط تو گیر کردی تو مسائل کارخونه چه میدونم پفک سازید و اینجا گیر مشتری افتاد، کامیونی که میگه من امروز پفکاتو نمیبرم. اصلا کارت یه کار بزرگتریه، فکرت یه فکر بزرگتریه. خب تلاشی هم میکردی برای اینکه اون فرآیندهای کاری و اون چیزا رو یه جوری کنی که سبکتر بشه یا سیستم سازی بکنی که بی خیالش نشی؟ اون موقع سوادشو نداشتم. نه ببین اون موقع تیم سازی میکردم و سیستم سازی تلاش میکردم، الفبای تیم سازی و سیستم سازی رو اون موقع انگار بدونه که برم سمتش و مطالعه داشته باشم داشتم انجام میدادم، ولی به خاطر اخلاقی که حرفه‌ای نبود و پخته نبود، به خاطر منابع مالی که به سختی میومد دستت و تو راحت نمیتونستی تخصش کنی اونو، بچه ترم بودم، تحملم هم کمتر بود، نمیتونستم. بعد از دست میدادم آدما رو. آره میدونی مثلا شاید یکی از دلایلی که هما این روزا تو سیستم من خواهرم خیلی برام مهمه اینه که از همه اون
لیرها با من گذشت به اینجا رسید، میدونی، یعنی تو جایی که هی تیمای مختلف یه جوری بوده نمیتونست قهر کنه، قطع اعتماد کنه بره. نمیدونم حالا بخاطر اینکه دلش نه نگاری وفاداریش هم بیشتر بوده دیگه. خیلی همون تو سیستم من خیلی وفاداریش. حالا میدونی نکته بر من چیه؟ چون من خودم هم از اینام که تو این 20 سال 20 چند سال که دارم کار میکنم خیلی هی پریدم، هی از اینجا رفتم به اینجا سر زدم. چون اکثر ماهایی که کار خلاقه میکنیم یه ذات کنجکاوی داریم، دوست داریم از همه چی سر در بیاریم و کار که یه ذره برامون عادی میشه، قلقاشو یاد میگیریم، میفتیم تو تکرار، دیگه دلمونو میزنه. به قول تو دوست داریم بریم تیکه های دیگه پازل خودمون رو هم اول از همه بر خودمون شناسایی کنیم، ببینیم آقا تو اینجاها چجوری. باور شاید نشه من تا سال 92 93 تک تک این از این شاخه به اون شاخه پریدنا تبدیل شده بود به یه فشار و بار روانی که واقعا من داشت به جنون میرسون. و برای من خیلی جالبه وقتی دارم میبینم تو هم داری میگی که منم رفته بودم افتاده بودم توی یه چاله افسردگی اصلا. آره. چون آدم گیر میکنه دیگه، مخصوصا ماها سنمون که پایین تره، دیگری و نگاه بیرونی و اطرافیان خیلی دارن توی تصویری که خودت میبینی تأثیر میذارن بود. من بر خودم تعریف که خودم دارم مثلا اینطوریه که من یه آچار فرانسه خلاقم، ولی بیرون منو مجبور میکنه من خودم مثلا مدیر خلاقیت اسممو بذارم، ولی نگاه خودم یه نگاه دیگه است. من دوست دارم 1000 تا کار کنم ببرم فقط زیر چتر خلاقیت. و این فکر میکنم جالبه که آدم ها ذهنشون این باشه که آقا تو اگر یک جایی یک مسیری یک چیزی رفتی شناخته شدی لزومی نداره که فکر کنی باید همیشه ادامهش بدی. دقیقاً. تو اون وقت این تغییره پریدنه، اوکی تو سوشال مدیا رو یاد گرفته بودی، بلد شده بودی که استقبال بشه ازت، الگوریتما رو یاد گرفته بودی، کار کردن توشون رو یاد گرفته بودی، به قول معروف بلد شده بودی چجوری هک کنی سیستما و الگوریتما رو، ولی خود کاره کار جدیدی بود. خب چه کرمی تو وجودت بود که باعث میشد که استارتش بزنی و پیشش ببری؟ چون خیلی آدم رو نگاه میکنن، شرایط فعلیشون رو دوست ندارن، میدونن حتی چی میخوان ولی نمیرن سمت تجربه کردن و اجرا کردنش. تو خاطرت هست چی شد؟ اونم تو اون شرایط. آره. که یه آدمی که احتمالاً عزیزم بوده برگشته به تو گفته که بابا تو که کسی نیستی، شانس آوردی، خوش شانسی داشتی مثلا تو سوشال مدیا. آدمو خب میدونی چی میگم دیگه، آدم میبازه. آره. اون موقع سعی میکردم چنگ بزنم به هر چیزی که فکر میکنم دم دسته. دوست داشتم یه چیزی باشه فقط دوربین نباشه، انتظار آدم ها نباشه، برای خودم باشه و البته مهمتر از همین که تاثیرگذار باشه، یعنی کمک بکنه به آدما. و یه اسمی منو خیلی هولم میداد، یه چیزی شاید 5-6 سال فقط یه اسم ثبت شده تو اینستاگرام بود که من قبل از اینکه عکسامو توش پابلیش بکنم تو اون صفحه اول چک میکردم. میدونی که ما عکاسا زمانی که میخوایم عکسامون رو پابلیش بکنیم برامون هارمونی مهمه، رنگا، جای عکسا، اینا. من اصلا الان یادم افتاد ستایی تو پست. آره من ستایی پست میکردم. قبلش همیشه میرفتم تو پیج جافکری، هی اینا رو پست میکردم. جافکری برای من شده بود یه جایی فکر کردم برای قبل از منتشر کردن محتوام تو پیج امیرعلی. و جافکری سالها اونجوری بود و من این اسمو از 18 سالگیم داشتم، از یه کلاسی این اسم رو داشتم وقتی که دستم یه زیر چونم بود. حالا کسی که جافکری آره اصلا یکی بهم گفت چرا این دست زیر چونت، میدونی اسمشو بهش میگیم چی؟ گفتم چی؟ گفت جافکری. اینجوری میشینیم توش فکر میکنیم دیگه. دیدم چه اسم باحالیه، مون 10 سال 11 سال همجوری مونده بود تو ذهنم و با خودم گفتم که من یه روزی اینو یه جایی استفادهش میکنم. ببین اسم هول میداد، حرف اون آدم هول میداد، خستگی من از عکاسی و تصویر و اینا هولم میداد، افسردگیم، این که با عکاسی نتونسته بودم هنوز یه خونه، یه ماشین، یه چیزی بخرم شاید منو هول میداد. از این که برای چی یه بچه 26 ساله باید این فشارا رو خودش بذاره؟ ذهن خیلی ایدئالگرایی داشتم و فکر میکردم خب من خیلی سراغ آدم‌های استثنا و موفق میرفتم همیشه. میدیدم یه آدمی مثلا همسن من یک سنفی شروع کرده به جایی رسیده، بعد با خودم میگم بابا تو چرا اینو به دست نمیاری، چرا این کار، یه ماشین ساده که دیگه خریدنش کاری نداشت،
و البته خب با پولایی که اون موقع من در می آوردم با همین کار عکاسیم خیلی کارو کردم. من نمی‌کردم چون سواد مالی نداشتم. حالا جالبه که این روزا تجهیزات می‌خریدی؟ خیلی عشق تجهیزات بودم. من چند روز پیش توی باشگاه یه پسری، حالا شاید هم این پادکست رو ببینه، خیلی برام جالب بود، اومد با ذوق تو باشگاه گفت امیرعلی تویی، من این تجهیزاتو خریدم، این لنز رو خریدم، یه دونه 1.4 رو داشتم، 1.8 هم داشتم، الان نمیدونم گفتم همین الان زنگ میزنی کنسلش کنی یا نه؟ بودو گفتم پولشو دادی؟ گفت نه. گفتم همین الان کنسلش کن. من میدونم کامل داری چی میگی، چون خود منم این مرض رو دارم. این خوره تجهیزات داشتن من رو خیلی عقب انداخت. بعدن یه ویدیو تو یوتیوب هم گذاشتم، اینو توضیح دادم که نباید آدم بره سمتش. یعنی آدم نباید بدون تاثیرگذاری، یعنی متناسب با یک تاثیر، یک فانکشنی باید بیاد یه چیزی رو بخره. من این کارو نمی‌کردم و من رو تجهیزات خیلی پول باخت داده بودم و این قضیه باعث شده بود من قهر کنم با این ویژگی از خودم. این که تو با خودت قهر کنی خیلی عجیبه. تو هم این ذهنیت یعنی داشتی اگر فلان چیزو داشته باشم دیگه میتونم برم فلان کارو بکنم. آره دیگه، ببین بیشتر از اینکه تو یه کاری بکنی امکان انجام یک کاری رو برای خودت فراهم میکنی و چون اون کار رو نمیکنی، اینا میدونی چه اتفاقی میفته؟ میگم اینا مسبب قهر تو با خودت میشه و باعث میشه همون بلایی که سر من و عکاسی اومد سر هر آدم دیگه تو هر صنف و شغل و ایده‌ای بیاد دیگه. تو وقتی میری تجهیزات میخری ولی توانایی استفاده یا نیاز به کار کردن با اون تجهیزات رو نداری، مثلا تو ممکنه که با یک دوربینی بتونی میلیارد تومان پول در بیاری ولی به اون میلیارده احتیاج نداری. تو ذهنت این نیستش که من چه میدونم مثلا 5 تومن دیگه در بیارم برم فلان ای کلاس بنزو بخرم. نداری، نیازو نداری. بنابراین اون تجهیزاتی که میخری هم برای اون قرار نیست کار بکنه، برای اون رویا، اون دریم قرار نیست کار بکنه. بنابراین تجهیزات خریدن یک چیز پیچیده‌ای بودش که من، اینم یکی از دلایلی بودش که من با خودم و عکاسی قهر کردم و همین قضیه باعث شد که. منظور چیه قهر کرده؟ یعنی ببین دلم نمیخواست، یعنی مخاطب میخواست، میگفت امیرعلی چرا نمینویسی، چرا نمیگیری، چرا چیزی برامون نمیذاری، چرا این کارو نمیکنی؟ من به عشق تو مثلا رفتم دوربین خریدم. هنوزم بهم میگن، مثلا دیروز پیروز یه روز حالا جهانی عکاسی که بعضی موافقشن بعضی مخالفشن، خیلی از آدما برام پیام گذاشتن که امیرعلی تو رو خود اون ورژن قبل و یه بار دیگه برو و اینا. میگم نمیتونم واقعا نمیتونم، سختمه. این روی تصویر مثلا 7-8 سال پیش تو گیر کردن همونو ازت میخوام؟ خیلی وقتا آره، به خاطر که اونم یک نقطه عطفی بوده در اون دوران. هنوز میدونی اون سالهای 94-5 هنوز روزای خوبه به نظرم ایرانیات به لحاظ اقتصادی بود. سفر میکردیم، کار میکردیم، میساختیم، اینور اونور میرفتیم، هنوز امید داشتیم. 70 هنوز 20 و چند ساله بودن. اون شخصیت، اون کاراکتری که از من دیده بودن و حال اون روزهای جامعه کلا یادآوریش برای خیلی از آدما شیرینه و آدما دوست دارن برن اون سبک. تو دقت بکنی خود سوشال مدیا هم دیگه، اینستاگرام و الگوریتماش هم دیگه نمیخواد اونجوری باشی. اون زمان همه دنبالی بودن که 15 ثانیه اینستاگرام بشه 1 دقیقه. من یادم اون روزا رو. ولی الان میگن آقا 1 دقیقه تو بکن 5 ثانیه. دیدی؟ و همین مسئله باعث میشه که ببینی که نه فقط خودت، که سوشال مدیا هم نمیخواد همه چی خیلی فست فودی و پفکی و چیپسی و سریع چیزی رو برسونه. و برای همین فکر میکنم شاید بعد کوچ میکردم، شاید یه پلتفرم دیگه‌ای که مخاطبش هم دوست داشته باشه بیاد 1 ساعت بشینه. حالا اسمو گفتی که از قبلتر باهات همراه بود، یعنی از 8-9 سال قبل از اینکه بری سمتش. چرا مدیوم پادکست رو انتخاب کردی؟ خب به خاطر اینکه برخلاف پلتفرم‌های دیگه هی به تو احساس ناکافی بودن نمیداد. ببین اینستاگرام دیدی میگن هر پلتفرم بر اساس گناه کبیره است. مثلا نه جالب شد. مثلا توییتر میگه بر اساس مثلا خشمه، گناه خشم. چه میدونم لینکدین بر اساس فخر فروشیه. اینستاگرام همش میخواد به تو احساس ناکافی بودن بده دیگه. لینکدین مثلا به رزومه منو ببین تو چی داری. اینستاگرام میگه چه میدونم دوست دختر من خوشگل‌تره، خونم بزرگتره، ماشینم بهتره، سفرامو نگاه کن، چه میدونم تجهیزاتمو ببین. چقدر قشنگ گفتی، راست میگی. انگار داره یک گوشه‌ای از نیازهای آدمی رو بهش میده. ولی پادکست اینجوری نیست. پادکست خیلی به تو احساس میگه که تو ببین اگه که این مشکلاتو داری دلیلش اینه. هی داره به تو دلیل کمبودات و کاستیاتو میده. هی داره به تو میگه تو کافی هستی. البته تا الان که هنوز گند نخورده به این پلتفرم، چون همیشه بعدش گند میخوره. فعلا هنوز هم به نظر محیط تمیز و مرتبیه. خیلی کم پیش میاد تو توش فوش کامنت ببینی، چرت و پرت ببینی. آدمایی که میان معمولا هنوز آدمای خوبی ان. هر پلتفرمی هنوز وقتی به عموم خیلی بیشتری از جامعه دسترسی وجود نداره بهش و فرهنگش هنوز وجود نداره، هنوز تمیزه انگار. مثل طبیعتی که هنوز بکره، خیلی خراب نشده. پادکستم احساس میکنم که فضاییه که تو رو خوشحالت میکنه، به تو
بیشتر میفهمونه، مثل کتاب میمونه. واقعا یه دوست خیلی سالم و خوبیه و اینکه باعث میشه که تو به کار دیگه هم برسی. یعنی بهترین ویژگیش اینه، تو مثلا میتونی رانندگی کنی و پادکست گوش بدی، تو میتونی آشپزی کنی پادکست گوش بدی و همچنان بهت اضافه شه. این اون چیزی بودش که خیلی منو در موردش خوشحال میکرد. و البته وقت بیشتر دیگه به نظرم گرونبهاتر از وقت آدم که نیست. تو هم داری وقت بیشتری آدمو برات میذارن وقتی که دارن پادکستتو گوش میکنن، هم بیشتر دارن مطالب مفیدتر میگیرن، چون تو اینستاگرام تو یک تصویری از یک مطلب و توی استوری چند ورق استوری با آدمو میدی، با آدمو توهم دونستن میدی. تو پادکست هم توهم دونستن میدی، ولی باز حداقل با زمان بیشتری، یعنی طرف دیتا یا دیتیل بیشتری رو، جزئیات بیشتری رو میدونه از اون محتوا. ولی خب تو اینستاگرام همه خیلی احساس میکنن مثلا با 4 تا پیج چیز فهمیدن، خیلی از مثلا اختلال ها، اشتباهات، روماها، مشکلات و اینا رو فهمیدن. و پادکست خیلی برای من فضاش فضای قشنگتری شد، آدماش، استقبالشون، کامنتاشون، و اینکه به من گفتن که انگار امیرعلی تو توی فضای دیگه‌ای هم خوبی غیر از عکاسی، انگار که اون پیامی که قلب منو رنجونده بود رو اینجا اومدن روش دست نوازشی کشیدن. نه شانسی هم نبوده، یه چیزی دارم تو خدا. آره شاید داره. خب چی شد رفتی سراغ موضوع؟ من فهمیدم اسم و مدیوم رو چجوری انتخاب کردی. نمیدونم چرا باید یه نفر که توی فضای مثلا آرت، حالا نوشتنت هم توی فیسبوک خیلی بیشتر بود، بعد توی اینستاگرام با نوشتن یهویی بیاد دغدغش این باشه که بخواد در مورد مسائل سلف هلپ و رشد شخصی و روانشناسی و این داستانا کار کنه. من یه دایی دارم که این دایی من هر بار باش میشستیم حرف میزدیم، گپ میزدیم، صحبت میکردیم، چند تا فصل هم باش. بله، یه حرفایی میزد که وقتی این حرفا رو میبردم تو بحث‌های دیگه، تو دانشگاه یا تو جاهای دیگه صحبت میکردم، همه خیلی توجه میکردن. نگاهش نگاه خیلی استاندارد و قشنگی بود و من از اونجا فهمیدم که این صحبت‌ها صحبت‌های عادی نیستن. این مدل سازی که تو صحبت‌ها در مورد مسائل مختلف میکنه عادی نبودن. یه چیز خیلی خوشگل و مثل آدمی که بلده یه املت رو یه جور دیگه‌ای ولی خوشمزه درست کنه. چه میدونم، مثلا الان تو این استودیو تو یه فضای دیگه، این یه مدل سازیه برای تو، برای کوزی کورنر. حالا فکر بکن اون آدم همین اسکیل رو توی صحبتاش با مدل سازیش در مورد مسائل مختلف زندگی همیشه داشت و من وقتی که این طرف اون طرف صحبت می‌کردم یهو می‌دیدم که همه خیلی دارن بهم توجه می‌کنن. این یه سرنخ بود. توی اون دوران افسردگی که داشتم، حالا اواخر اون تایمی که خیلی بیشتر کارم کار تصویر بود، یه روزی که رفتم خونش، وقتی که باش حرف زدم، وقتی اومدم بیرون دیدم که چقدر تأثیر یک صحبت رو تو زیاده. یعنی شنیدن 5 تا جمله کلیدی در شرایطی که تو خیلی حالت بده میتونه حال تو رو عوض بکنه. ببین کی بود؟ سال 98 9 دیگه، همون قبل شروع جافه بود، همون حدودای کووید بود. آره اوه آره. یعنی تو فکر کنم مثلا افسرده بودی، بعد تازه شرایطش هم بودیم. آره خیلی افتضاح بود دیگه. حالا فکر کن تو همون دوره اون حرفا رو که من میزد خیلی برام این یه سرنخ دیگه بود. باز یه سرنخ دیگه این بودش که من همش تلاش میکردم تو جمع خانوادگی خودمون که هر پنجشنبه جمعه یا ماهی 2-3 بار اینو کنار هم جمع میشیم، یه بار گفتم آقا ما یه تریبون به دایی محمود بدیم و دایی محمود هر بار بیاد برامون راجع به موضوعی صحبت بکنه و همه مخالفت کردن. یعنی موافق بودن ولی میگفتن که نه سخته بابا، ما چجوری جمع شیم دوباره برای این برنامه هم بخوایم همین الان تعداد جمع میشیم کار سختیه دیگه دوباره، یا هممون حتما تو این خونه جمع شیم. ولی من دوست داشتم یه برنامه پویا باشه و بقیه بچهای خانواده‌ام انگیزه بگیرن که اونا هم بیان صحبت بکنن از دایی محمود، این شکل از مدل سازی رو یاد بگیرن که خیلی استقبال نشه. و من دوباره این یه سرنخ دیگه بود که گفتم و هر وقت از ایده های من استقبال نمیشه میگم پس این ایده قراره توی یک اسکیل بزرگتر، توی جای بزرگتری احتمالاً اجرا بشه. مثلا من چند وقت پیش که رفتم توی یک سمیناری، یک آدمی بهش اجازه صحبت بیشتر ندادن، در صورتی که خودم خیلی کنجکاو بودم که صحبتاشو بشنوم. گفتم که بیا تو جافکری صحبت کنیم. و فصل بعدی جافکری همون آدمه که اونجا بهش این تریبونو ندادن. و اینم باز یه سرنخ دیگه بود. اینا همش با هم جمع شدش که من فکر کردم یه روز به داییم زنگ بزنم میگم دایی بیا با هم بشیم توی استودیو تست کنیم، ببینیم که چی میگی چی میگم. و اون از اونجایی که مغز برنامه‌ریزی شده و مرتبی داشت، یعنی من خودم این اسکلت بندی، فصل بندی و موضوعاتو به این ترتیب نداشتم، ولی یه ذهنی پیش ذهنیتی ازش گرفتم و بعد رفتیم پای ضبط و من دیدم موقعی که داره ضبط میشه، حالا کاش اون موقع هم تصویری کار میکردیم، قیافه من اون موقع معلوم بود حداقل تو یوتیوب جا فکری، خیلی شگفت زده داشتم گوش میکردم. یعنی وقتی که
با تپش قلب این صحبت تموم شد گفتم ببین این کار خوشو کرد، این کار خوشو کرد، این درسته، این قطعاً به گوش. و من انقدر ذوق داشتم اولین اپیزود بیاد بیرون. بعد که اومد بیرون با خودم جوری بودم که امیرعلی این اعتقاد توئه که این خیلی تاثیرگذاره. ما تا خط انتشار تلاشمون رو میکنیم، بعد از اون خط پایانه دیگه اونجا مخاطب به تو میگه تو چقدر خوب دویدی تا اینجا. و وقتی که دیدم مثلا تو 1-2 هفته 3 هفته شاید خود دایم بهم زنگ زد گفت امیرعلی دقت کردی جا فکری تو تاپ شوه؟ بعد گفتم تو تاپ شوه؟ گفت آره جز 4-5 تا اول تو فقط 3 تا 2 تا اپیزود دادی بیرون. و جالب من اصلا قدم ذوق داشتم که برای اپیزود دوم با وجود اینکه 1 هفته دوست داشتم ثبت بکنم ثبت نکردم، 3 روز بعد اپیزود دومو دادم بیرون و گفتم برین گوش کنی. و اینقدر گوش کردن و کامنت های زیادی گرفتم که اصلا گفتم و جالب بود بعد از دایم من دیگه هیچ ایده‌ای نداشتم. ولی خب دوباره آدم‌ها انقدر به من گفتن امیرعلی تو این فصل اومدی، حالا بعد از دایم من باید انتخاب می‌کردم که کی دوباره بیاد. دیگه خودم شروع کردم تو تهران میرفتم تو جای مختلف با آدمای مختلف و واقعا شاید فاصله میافتاد بین هر فصل 1.5 ماه 2 ماه بین فصل اول و دوم ادامه داشت. ولی از اون به بعد تلاش کردم دیگه نهایتاً 1 هفته. البته باز ما چند ماه پیشم 2 ماه فاصله افتاد به خاطر اینکه من نمیتونستم اون شخص تاثیرگذار یعنی پازل بعدی رو بچینم، چون میدونستم که بعدش راجع به چی صحبت بشه. صبر کردم که اون اتفاق بیفته، اون اتفاق افتاد. ولی خب 2 ماه زمان برد. من یه سوالی برام ایجاد شد. تو شروع فعالیتت روی فیسبوک و اینستاگرام از چه نیازی اومد؟ چی شد اصلا؟ قصه شروع اونجا چی بود؟ فیسبوک و اینستاگرام یعنی 10 سال پیش 12 سال پیش. میخوام ببینم چی شد. تو قبلش عکاسی می‌کردی بعد شروع کردی حالا کارهاتو روی پلتفرم‌های شخصی خودت منتشر کردن یا چی؟ من کار میکردم توی کافه‌ای، قبلش توی موبایل فروشی، قبلش حسابداری توی یک مسئله ساختمانی فروشی و اون موقع حقوق وزارتکار 300-400 هزار تومان بود، یادم 350 تومان بود. بعد یه روزی یه سرنخی توی ذهنم اومد که بهم میگفت که عکاسی کن دیگه، تو از بچگیت عکاسی می‌کردی، یه ذره عکاسی کن. بعد با بدبختی اینا دوربین گرفتم. بعد که دوربین گرفتم یه دونه نیکون دی 7100 خریدم که چند وقت پیش فکر می‌کردم دوباره اونو برام دختر خالم بخرمش یادگاری. یه روز که عکاسی کردم دیدم به اندازه کل حقوق ما هم رو توی 200 در آوردم. یعنی مثلا همون 350-400 هزار تومان رو از 2 نفر عکاسی کردم و اون توی 2 ساعت. و من فهمیدم که اوکی پس تو باید به آدم‌های بیشتری وصل باشی، باید کانکشناتو بسازی و بعد مشتری بازار سازی کنی اصطلاحاً برای خودت. و دیدم که این کار بهترین جا همون فیسبوکه. اومدم اونجا یه پیج استودیو زدم، اونجا شروع کردم کار کردن، عکس میگرفتم، عکس میذاشتم، توضیحات مینوشتم، میگفتم این عکسو با چه ویژگی‌هایی گرفتم، اینجوری گرفتم، اونجا گرفتم و همون موضوع سوژه ها رو چجوری انتخاب می‌کردی؟ چرا رفتی اصلا سمت عکس مدلینگ؟ به خاطر مدلینگ خیلی نبود، پورتره بود پورتره مدلینگ جفتش با هم یه جور یه استایل مدل خودم بود. آره اونم به خاطر ندونستم بود واقعا. آره فرمولی براش نداشتم. عکاس سوژه‌های انسانی همیشه برام خیلی جذاب‌تر از سوژه‌های دیگه بودن، چه میدونم معماری یا مثلا غذا یا هر چیز. این نیومدی از دور نگاه کنی که این کارو انجام بدم مخاطب بیشتر خوشش میاد؟ نه ولی احساس می‌کردم با این بیشتر میدونی. ببین من انقدر چند سال الگوهای بیرونی و نیازهای بیرونی و عرف و چیزهای بیرونی و هر ارزش بیرونی از خودم رو دنبال کرده بودم. دانشگاه برو، نمیدونم حتما بعد سربازی برو، بعد چه میدونم پسر خوب اینه فلان اینه. انقدر من از بیرون خواسته های مامانم برو مهندسی بخون، انقدر سالها داشتم اونا رو دنبال میکردم که از اینجا به بعد خسته شدم از این ور افتاده بودم. حالا هر چیزی که دلم بهم میگفت رو دنبال میکردم. یعنی اگه دلم میگفت چه میدونم مثلا از یک دختر پسر زیبارو مثلا برو عکس بگیر، اینو دوست داشتم برام انجامش بدم. یعنی درونی شده بود، ذوقمو دنبال میکردم دیگه، به این فکر نمیکردم بیرون چی میخواد، ذوقمو دنبال میکردم. و همین قضیه باعث شد که بیام بعد تو فیسبوک که اومدم کار کردم و اینا یه ذره استقبال شد و اینا اون موقع برام موقع خوب بود. بعد دیدم همه تو اینستاگرامن، منتها موقع همه تو اینستاگرام من و پیتزا یهویی بود، موقع عکس‌ها همه سلفی و من و غذا و از بالا عکس بگیر و اینا تازه مد شده بود و تازه لنزهای مثلا 50 و اینا کسی که کار میکردن عکساشون خیلی خواسته رو قشنگتر دیده میشد، چون مثل الان اف پایین دوربینا نداشت، اینجوری بلر نمیکرد پشت و اون عکس‌ها هنوز برای عموم جامعه خیلی جذاب بود. 70-200 مثلا که از دور تله بخواد بگیره انقدر پشت فلو کنه خیلی جذاب بود. دیگه منم افتادم تو این بازی و چون اون بازدید و استقبال خیلی اون اینتراکشن خیلی زیاد بود دیگه با خودم اینجوری بودم که پس این درسته دیگه، هم داری خودتو فالو میکنی هم جامعه داره فالو میکنه. میدونی چرا این سوال برام ایجاد شد؟ چون دیدم انگار جا فکریه کامل
100 برای برآورده کردن یک نیاز شخصی خودتو بوده. دقیقاً. آره. خب برام سوال شد ببینم موقع شروع مثلا عکاسی و پست کردنم تو نگاه این جنسی بوده که برم سمت این که خودم رو اقناع کنم، یا حتی اوکی من عکاسی رو دوست داشتم الان دارم نگاه میکنم میبینم چه میدونم با F1 و 4 دوست دارن، عمق میدان خیلی زیاد دوست دارن، حالا برم توی کارام اون مدلی عکاسی کنم. این نگاه مخاطب رو هم در نظر میگرفتی؟ برام جالب بود که بتونم حل کنم. انگار جا فکری 100 تو فقط خودم اصلا دیگه بقیهش مهم نی. بابا فامین، مامان، بابا، خاله، عمه، دایی، بیاید نیاز داریم بشینیم حرفا رو بشنویم. نمیخوای؟ خب من میرم برای خودم میشنوم، حالا دکمه رکوردم میزنم و میلیونی و شاید آره اصلا خیلی عجیبه. انگار که مثلا کاملا تو اصلا رها کردی بقیه رو، گفتی آقا من الان لازم دارم تو این دنیای قرنطینه. اصلا ببین اصلا همین که میبینم بزرگا دنبال این قضیه نیستن، یعنی این که تو فکر بکن خیلی چیزهای من هنوزم مثلا که بهم میگه تو واسه چی اینا رو میسازی، از کجا کانتنت تو تصمیم میگیری، میگم دارم دنبال میکنم چیزهایی رو که از بچگی باید بهم توضیح داده میشد و نشد، چیزهایی که بعد میفهمیدم و نفهمیدم و چون اطرافیان من دنبال چه میدونم آبگوره رو چجوری بگیریم و کدوم فسودی خوشمزه است و فلان شهر اون بناشو بریم ببینیم و اصلا اینکه بابا یه بچه مثلا باید سواد عاطفی داشته باشه، اصلا تو از بدنت الان چی میدونی، اینکه اصلا شکل مسئولیت پذیری تو زندگیت باید حدش چی باشه، تو اصلا از گلوبال وارمینگ، از این گرمایش زمین چی میدونی، از این فرهنگی که توش انقدر مشکلات ریشه‌ای وجود داره، این عرف‌هایی که برای ما تعریف شده که خیلیاش ممکن اشتباه باشه، خیلی از سوهان‌های روحی که ما از صبح تا شب باش طرف هستیم، چه خودمون ساختیمش چه دیگران برامون، اینا رو چی میدونی؟ چون نمیدونی من عاشق اینم که برم سراغ چیزی که نمیدونم، بعد میرم خب این چیزا رو نمیدونم پس میام راجبش صحبت بشه، بعد هر فصل با مخاطب جا فکری به ایمان بیشتری میرسم که من واقعا اینا رو نمیدونستم و واقعا هم کسی اینا رو به من نگفته و من بخشیش رو باید توی سنی مثلا بلد نبودم دنبال کنم که بعد بهم میگفتن دیگه. یعنی مثلا من یک جایی توی 20 و چند سالگیم داشتم تجهیزات می‌خریدم، بابام نباید بهم میگفته مبارک باشه بابا، دمت گرم پسرم که با پول خودت داری میری. آره هی تشویق میشه که آفرین تو این ماشین رو خریدی، آفرین این تمام دارایی توئه. بعد میگیم آقا ماشین بعد چند درصد از دارایی تو باشه، اینو حواست هست، گوشه یارو رو بگیری بگی ببین من دارم حداقل بهت 5 بار بهت میگم که اینو باید رعایت کنی. یا چقدر این ماه چقدر سکه خریدی، تونستی 1/5 یه سکه رو بخری، تونستی یه پولی رو بذاری کنار، $50 بخر بذار کنار، تو که میدونی کجا داری زندگی میکنی. اینا چیزایی نبود که به من گفته بشه و من خودم هم دنبالش نبودم و چون دنبالش نبودم و آدم‌هایی مثل من در سطح جامعه با این حجم از ندونستن زیادن، حالا دنبال کردن این دغدغه‌ها و رفع این مسائل خیلی بلاییه. یعنی جا فکری برای تو پلتفرمیه که چیزایی که حتی همین امروز باید بلد باشی رو داری دنبال میکنی یاد بگیری. آره و حتی خیلی بیشتر از من، سنای خیلی بیشتر از من، یعنی مثلا شاید برای همین بیشتر خودت هم توی برنامه خودت مخاطبی خیلی درگیر میشی. اصلا میگم همیشه به مهمون میگم تو لطفاً فکر کن هیچ کسی منو تو رو نمیشنوه، این هم استرس مهمونو کم میکنه، هم میگم ببین تو داری به امیرعلی میگی، یا امیرعلی نماینده تمام اون فکروندانی که تو جا فکری دارن گوش میدن. یعنی تو فکر کن من نیازی ندارم آدمایی که حالا شبیه من نیستنم به زور جذب کنم، که ممکنه یه آدمی باشه اصلا سواد انقدر آدم، من دیدم پسر مثلا 24 ساله جلوش نشستم دیدم هیچ حرفی برای گفتن باش ندارم، انقدری که این خونده میدونه و داره درست فکر میکنه. میگم بابا دمت گرم، اون آدم شبیه من نیست ولی شبیه من خیلی زیاده. آدم‌هایی که تو آزمون خطن، خصوصا 20 تا 30، چون به همه گفتن دهه اشتباه کردنه، تا میتونی اشتباه کن در صورتی که بیشترین پتانسیل و سطح حماقت و همه چی این بازه 20 تا 30، یعنی جایی که تو انرژی ته قضیه است تا اینکه بعداً 30 تا 40 تو بخوای از این که میدونی به هیچ چیزی دست نیافتی بخوای اونجوری انرژی 2 برابر بذاری. 20 تا 30 انرژی نچرال خوبه که تو میتونی هوشمندانه خوب استفادهش بکنی. من 20 تا 30 خیلی تارگت منه تو جا فکری، میگم هویت رو بشناسه، بیشتر هم خودش رو بشناسه، بدنش و جامعهش و شکل مسئولیت پذیری رو
سواد عاطفی رو من خودم چند تا رابطه خراب بد بکنم تا بفهمم بابا رابطه درست چه شکلیه. چقدر من طلبکار بودم تو رابطه هام، چقدر دعوا راه انداختم، چقدر اذیت کردم و اذیت شدم بابت چیزایی که اصلا نباید اذیت می‌کردم خودمو. امروز اونی که طرفه، مثلا من امروز می‌بینم یه دختر 15 ساله به من میگه که امیرعلی من سواد عاطفی فصل اینو گوش کردم و میدونم قطعاً انتظاراتم انتظارات بیخودی نبود. ببین تو توی رابطه اشتباه پا رو انتظارات درستت ممکنه بذاری. آره. فهمی؟ مثلا اشتباه و این داره جلوشو میگیره و تو فکر کن تو سن اینا رو بفهمی که میره میشینه تو جونت، چون یه چیزی تو 35 سالگی 40 سالگی بفهمی هم ممکن اونقدر دیگه برات فانکشنال نباشه، همین که اونجوری انقدر تو متراکم داری از زندگی درس میگیری که اصلا بره یه گوشه کتابخونه، ولی تو 20 تا 30 که طرف دغدغش شاید مثلا شکلی رابطه خیلی خوب باشه، اون حرفا بیاد بشینه تو جونش و همونا رو عملی کنه. نمیگیم حالا اونا 100% درسته ها، اون که دیگه وحی نشده، ولی نالج بیس دیگه، علمیه، فعلا آخرین مقالات ثابت شده است، آدم‌ها اومدن اونو بررسی کردن رو آدمای دیگه، علمیه جواب داده، تا حدود زیادی میتونیم بهش تکیه کنیم. حداقل یه سری از اشتباهاتی که خودمون کردیم و میدونیم اون داره کاور میکنه، بهمون میگه که اگه اون اشتباهو کردی به خاطر این بود. تا کجا میخوای پیشو بگیری؟ تا وقتی که احساس بکنم درسته. واقعا نمیدونم. چند وقت پیش داشتم فکر میکردم شاید یه چیزایی که خیلی الان دوست دارم تو زندگیم انجامش بدم شاید مثلا ساخت و ساز باشه. خیلی دوست دارم. ملک؟ آره، نه ملک برم مثلا برج، من که پول ندارم اونقدر. نه مثلا فکر بکنم یه جایی دور افتاده ولی با صفایی مثلا یه زمین کوچولو بگیرم، خود پول دستم میاد برم مسائلشو بگیرم، مثلا شاید بکنم یه کلبه مثلا ویلای کوچولو با منزه. دوست دارم این کارو بکنم. چیش برات جذاب؟ قلقلک ساختن برام خیلی جذابه. بازم همون خلق کردن است. آره اصلا از کنارش رد بشم بگم ببین این باحاله، چقدر با فکر خودم دونه‌شو ساختم، چون تو خانواده‌مون هم داشتیم چند مورد که اینجوری ساختم و کنار مثلا نگاه میکنی همون حسی که من به جا فکری دارم شاید، یا مثلا به پیجم یه چیزای دیگه، اون به اون ساختمونه داره، بچشه، دوست داشتنی. یه سوال برام ایجاد شد. خب تو 3-4 سال بود داشتی فعالیت میکردی روی فیسبوک و اینستاگرام و چقدر مخاطب بر خودت پیدا کرده بودی؟ بعد از 3-4 سال؟ آره، میخوام بدونم اون موقعی که جا فکری رو شروع کردی فن بیست مثلا چه جوری بوده اوضاعش؟ 270-80 تا بود که بعد یهو با یه پستی رسید به 330-40 تا فکر کنم. خب فکر میکردی بعد 3-4 سالم رو پادکست به یه جایی برسی که مثلا 1-2 میلیون مخاطب بر خودت داشته باشی؟ نه برام مهم بود، نه پیش بینیش میکردم، نه اصلا هدفم بود. یعنی من اصلا از یه جایی به بعد فهمیدم که اندازه من اندازه فالوور نیست. یعنی چی؟ یعنی اون ارزشی که آدما وصل میکنن به عدد و ارقام. ببین من میرفتم یه جاهایی مثلا صحبت میکردم، این بغلی من داشت صحبت میکرد و حرفاش خیلی خفن بود، بعد من 1/2 حرفای اون رو به لحاظ ارزش میزدم، ولی اون وقتی داشت با من صحبت میکرد چشاش قلبی بود و من فهمیدم که این فالووره داره این فضا، این حاله رو داره برای اون آدم ایجاد میکنه. این که آدما فکر میکنن مثلا تو اینستاگرام سلبریتی شدن و من یه جایی مثلا یه ذره منو سر فالوور بیشتر تحویل میگیرن، خوشم نمیاد. اصلا اینجوری هم که میگم اصلا ترجیح همینه که اصلا نه منو بشناسی نه بدونی کیم، چیم، چیکار میکنم، که اگر با من حرف میزنی یا احترامی میذاری واقعی باشه، به خاطر همین تیپ و همین قیافه و همین کفشی که شاید کثیفه و میدونی. از یه جایی به بعد اصلا نسبت به این فالوور و لایک و اینها چی میشی؟ سر میشی؟ عادی میشه؟ چه اتفاق برات میفته؟ ببین اگه آدمی باشی که دنبال فالوور و لایک و اینا باشی، اصلا ناخودآگاه میری که آدم بیخودی بشی. ببین تو نمیتونی بیای بالا و با این حجم از لایک آدم بیخودی نشی، مگه اینکه ببین تو واقعا همزمان با لایک و فالوورت خیلی رو توسعه خودت کار کنی، که اگه طرف مثلا چه میدونم تو 10 میلیون فالوور داری، یک جایی داری حرف میزنی، یه آدم 10 میلیونی واقعی رو ببینی. تو خیلی آدما رو میبینی تو اینستاگرام، نمیخوام اسم ببرم، 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون ممکنه ولی من امیرعلی مخاطب نیستم. یعنی اگه بشینه جلوم نمیتونم شاید صحبتاشو تحمل بکنم، ولی ممکنه یه آدمی باشه که اصلا نونیمه، هیچ کس نمیشناستش، ولی من میدونم یه آدم 20 میلیونی، یه آدم 10 میلیونیه. این خیلی برام با ارزش داره. اینو توی 26 هفت که فهمیدم، اصلا دیگه یکی از بزرگترین سائق‌هام از دست داده بودم. شاید یکی از این دلایلی که باز عکاسی اون موقع دیگه برام مهم نبود همین بی اهمیت شدن لایک و فالوور رو، چون اتفاق خاصی افتاد یا اون جایگاهش رو ریخت. ببین نگاه
تو وقتی که تکیت میشه پروداکتت میشه خودت. خب پروداکتت وقتی میشه خودت، یعنی امیرعلی اینجا دیگه اگه مثلا آب معدنی بفروشه فروش میره، کتاب بفروشه فروش میره، کیبورد بذاره فروش میره. چرا؟ چون امیرعلی شده، چون یه سری توفن احتیاج داشته که پیدا کرده و حالا داره میفروشه. اینجا امیرعلی پروداکتش خودشه و مجبور خیلی رو خودش کار بکنه، جای مجبور خودش رو پاک و منزه نشون بده. یه موقع یه فوش از دهنش در نیاد، یه موقع یه چیزی نشه، اتفاقی نیفته. من احساس کردم از اینکه پروداکتم خودم باشم خسته شدم. پروداکتم خواستم چیزی جز من باشه که حالا فرصت بکنم خودم راحت‌تر بروز بدم، اشتباهاتم راحت‌تر بتونم بگم آقا من این کثافت کاریو کردم، آقا من به این چیز اعتقاد ندارم، اصلا اعتقادم اینه، که به خاطر که من میگم اعتقادم اینه آدما دست از من نکشن. از داری میگی که مثلا اون پرسونال برند شدنه ناخودآگاه تو رو میبره یه سمتی که بیخود چی بذار اینطوری بگم، بی خودت میکنه. چون ببین نگاه، آره دیگه، ببین دائم داری فکر میکنی برندم آسیب نبینه، برندم نمیدونم فلان نشه، نرم این کارو بکنم مثلا فیل بشم فلان بشه. آره دیگه. بعد تو جامعه قهرمان کش، یعنی تو هر روز میبینی یه آدمی دارن میکشن پایین، تا پیروز داشتن میپرستیدنش، آره. امروز ترکوندنش، امروز دارن فوش بهش میدن. خب و تو نمیدونم میدونی من چند بار این اتفاق برام افتاده، یه بارش رو یادمت، بقیه‌اش 3-4 بار شده. تو فکر کن مثلا وقتی خودت رو میکنی پروداکت و ملاک، وقتی که تو رو میزنن همه چی تو زدن، ولی وقتی که تو رو بزنن توی خونه داشته باشی که داده باشی اجاره، میگه آقا منو بزنن، روزیم که قطع نشده که اشکال نداره منو بزنین له کنین. میدونی اصلا یه چیز به نظرم با ارزش تر از این نیستش که وقتی پروداکتت میشه یه چیز دیگه. ایلان ماسکو دیدی چقدر بد میرقصه؟ میگه نگاه دیگه مهم نیست تو اون لول که تو چقدر بد برقصی یا خوب برقصی، جذابی دیگه مهم نیست. میدونی اینم یک از چیزای دیگه‌ای بودش که اون موقع رفته بود تو مخم و از اونجا به بعد اصلا دیگه میخوام بگم لایک و فالوور و اینا مهم نبود. خوشحالت میکنه ها. یعنی مثلا من آدمیم که جافکری 1 میلیونی شد اومدم گفتم بچا جافکری 1 میلیونی شد، قدردانش هستی ولی هویت تو رو تعریف نمی‌کنی. نه یعنی الان جافکری مثلا کست باکس بیاد بزنه با کارش 50000 تا عددش عوض شه، حتی ایمیل نمیزنم بگم آقا این 50000 تا شد، چرا 1 میلیون نیست؟ اصلا برام مهم نیست. من میخوام یه ذره فضولی کنم توی این بخشا، چون برای من جالبه که یه ذره بتونم از یه جنس دیگه‌ای درکش کنم، تجربهش کنم. اگه بخوایم نگاه کنیم توی این مسیر مثلا 8-9 ساله که امیرعلی که برای دل خودش داشته میرفته عکاسی میکرده، رسیده به جایی که میلیون ها نفر میشناسنش، میلیون ها نفر ممکنه حتی تصویرش رو هم ندیده باشن، یعنی فیسش رو نشناسن، قیافش رو نشناسن، ولی صداش رو بشناسن، اسمش رو شنیده باشن. برام جالبه بدونم چی داره تجربه میکنه، چی دیده. تو این مسیر 8-9 ساله، حتی اصلا میگیم 10 ساله، بزرگترین چیزی که از دست دادی چی بوده؟ فکر میکنم بزرگترین چیزی که از دست دادم زمان بوده. آخه من اعتقاد ندارم که از دست میدم، یعنی هر چیزی که از دست دادم به جاش یه چیزی به دست آوردم. خب خیلی این سوالی که از من پرسیدی چقدر تصویر آورد تو ذهن منو برد. شاید بخشش اعتماد اون شخصی از خودم که خیلی راحت آدما رو دوست می‌داشت از دست دادم شاید. ولی بزرگترین چیزی که شاید از دست داده باشم فکر می‌کنم نوشتنمه. آره اون رویای نوشتنمه. یه چیزی تو من زندگی میکرد که آقا من روی لینکدین دارم هنوز میخونم تا، یعنی میبینم چقدر بهتر و بهتر شد. برای همین واقعا شوکه شدم یهویی گفتی. اون یه اسکیل کوچیکتری از منه دیگه. ببین یه استپی از من داشت زیست میکرد و زندگی میکرد و انقدر آدم ها تخریبش کردن که میتونست به جنگه، ولی از یه جایی به بعد دیگه نخواست به جنگه انگار، چون خیلی تخریب میشد، تحقیر میشد و اینها. شاید نمیدونم، شاید اراده من برای نوشتن، شاید توانایی نوشتنم هم نباشه، نمیدونم. ولی چیزی که خیلی دوست داشتم، الان هنوزم که هنوزه مثلا یه تیکه از جافکری یا خودم مینویسم، مثلا آخر یه اپیزودی شروع میکنم نوشتن، بعد یه چیزی میگم، بعد تو کامنت ها میبینم میگن امیرعلی این تیکه صحبتت خیلی تاثیرگذار بود. یا هنوز فکر میکنم خیلی وقتا آدما وقتی بهم میگن امیرعلی خودت بیا مهمون پادکستت شو صحبت کن، احتمالاً به اون بخش از نویسندگی من یا من مثل دایم شاید مثلا مدل سازی خوبی برای صحبتام دارم، نمیدونم. هرچی هست که آدما انگار هنوزم بهم این وایبو میدن که ادامش بده و اینا، ولی انگار خودم خیلی سختمه بخوام بنویسم. حتی من پارسال 2 تا
یکی دو سه تا نامه عاشقانه نوشتم. بعد از مدت‌ها تلاش کردم خود واقعیمو بنویسم و گذاشتم. این نوشته دارم اسم نامه صدم که هنوزم آدما میان بهم ایمیل میزنن یا پیام میدن میگن امیر نامه صدم میشه بعدیشو بنویسی؟ میگم نمیتونم، خیلی سختم، ایده هاشو میاد تو ذهنم. چرا فکر میکنی این ازت گرفته؟ شاید اینم شبیه عکاسیه است، شاید از اینکه دیدم نمیتونستم بزرگترش کنم یا میخواستم بزرگترش کنم. بابا من ببین یه چیزی آخه گفتی که ماجرا توازن میشه. آره. اون میزان انرژی و هزینه و عشق و زمانی که داری میذاری و آره. چیزایی که داری بابتش به دست میاری سیرت نمیکنه، برای همین رد میشی میری سراغ یه چیز دیگه. همین تو دست گذاشتی روی یکی از اتفاقا گنگ ترین چیزا. ببین من یک شخصیتی داشتم که عکاسی میکرد و مینوشت، خب و این هنوز در من زنده است، ولی مثل یک کرکتری تو منه که انگار درگیر یک زندگی میگن چی؟ زندگی پنهان؟ نه اینا که رو تختن و هیچ کاری نمیتونن بکنن. اغما، کما، زندگی چی؟ نباتی. زندگی نباتی. آها همین. انگار فکر می‌کنم شبیه این شده. یعنی یه آدم ببین من چند وقت پیش اومدم یه عکسی گرفتم و عکس رو شروع کردم رنگ کردن. تو ارمنستان بودم، سفر بودم. بعد دیدم که من دوباره دارم میدونی انگار یه تریگری رو تو من دوباره فعال کرده. بعد هی دارم ذوق میکنم، ادیت میکنم، درست میکنم. بعد دیدم چه عجیب که این داره منو باز تحریک میکنه ولی جنسش فرق داشت. آره دیگه. ببین فکر میکنم میدونی چیه؟ تو وقتی که دنبال تاثیرگذاری هستی دنبال تاثیرگذاری واقعی هستی. وقتی که تو جهان بینی خودت رو میای ارائه میدی یک بحثه. وقتی که تنوع فکری رو میاری، یکی از علتایی که فکر می‌کنم جا فکری برنده شد شاید تو یک جاهایی به خاطر این طیف فکری مختلف بود. یکی میاد تو جا فکری خیلی معتقده، یکی میاد تو جا فکری اصلا اعتقاد نداره، یکی میاد تو جا فکری جوونه، سنش کمه و اصلا شاید اون چیزهایی که داره میگه حتی تجربه نکرد، یکی میاد اصلا همه چیزو تجربه کرده. یه آدم میاد انقدر پیچیده حرف میزنه که من الان یه اپیزودی دارم که اصلا موندم که اصلا اینو منتشر بکنم یا نه، چون خودم هم نفهمیدمش ولی میدونم خیلی خفنه. یعنی احتمالاً آدمایی که خیلی باهوشتر از منن اونو میفهمن. اومده فاینال تئوری استیون هاکینگ اومدیم بررسی کردیم. اون از اینجایی به بعد احساس کردم که من به تنهایی ولو اینکه مدیای قوی داشته باشم اونقدر نمیتونم تأثیر بذارم که وقتی یک پلتفرمی ایجاد بکنم که طیف فکری مختلف توشه. ظرف فکری من کوچولوتر از اونه که یه آدمی با اون. ببین یه نفر وقتی میاد تو جا فکری حرف میزنه از خرد، ویزدمه. این چیزیه که تو کتابا هم ممکنه نباشه. یعنی تو یه مدل سازیایی رو میبینی میشنوی که بهت خیلی کمک میکنه که اگه کلی هم کتاب بخونی، مثلا خیلی از آدما که جا فکری دنبال میکنن کتابخونای شاید حرفه‌ای باشن ولی اون مدل سازی رو خوششون میاد. خیلی از کسایی که جا فکری دنبال میکنن شاید پزشک باشن ولی مدل سازی که یک پزشک دایما مثلا توی جا فکری ارائه میکنه اونو دوست دارم. یا ما هیچ وقت پزشکی اینجوری ندیده بودیم. مدل سازی جذابه. حالا فکر بکن من خودم به تنهایی مگه چقدر میتونستم این کارا رو بکنم. وقتی که میبینم اون تون، ببین تو وقتی میتونی چه میدونم یه 3 تا برج 40 طبقه بسازی دیگه با یه ویلا ساختن که خوشحال نمیشی. میدونی این برای من شاید شکلش اونه. تونستم برسونم. آره. ببین تو صحبتات یه نکته خیلی جالب نظر من جلب کرد، چون قبل‌ترم یه اشاره غیر مستقیم ریزی داشتی بهش. برگشتی اونجا گفتی که آدمایی که به خاطر مثلا فن بیس من و رسانه داشتنم چشاشون قلبی میشه وقتی جلوم میشینه. بعد تو چیزایی که از دست دادی خب همینطوری رد شدی ازشا. گفتی که باعث شد دیگه من اونجوری که آدم‌ها رو دوست داشتم بهشون اعتماد میکردم نتونم اون تجربه قبلیه رو بسازم. اینو یه ذره باز میکنی من بفهمم یعنی چی. یعنی تو تبدیل شده بودی به پروداکت خودت که حالا آدم‌ها هم داشتن تو رو به عنوان یه پروداکت میدیدن، یه پروداکتی که باعث بیشتر دیده شدنشون، بیشتر شنیده شدنشون، بیشتر یه چیزی به دست آوردنشون بشه. ببین وقتی که تو خیابون برمیگشت بهم میگفت تو الگوی منی، من خیلی ناراحت میشدم، به خاطر اینکه احساس میکردم که اون الگوش یک آدم کوچیکیه که هنوز خودش هم داره تلاش میکنه. اصلا من از اینکه یه آدمی الگو بشه که کلا بدم میاد. من هیچ وقت طرفدار آدم‌ها نیستم، طرفدار فکرم. چون آدما میان و میرن. این فکر است که یا پاسخگو یا پاسخگو نیست، یا هوشمند یا هوشمند نیست، یا
آقای خیلی شیرینا، یکی بیاد تو خیابون بگه که امیرعلی تو الگوی منی. خیلی دوست دارم، من دوست ندارم، به خاطر اینکه میدونم کیم چیم، خود واقعیمو میشناسم و دوست ندارم یک آدمی یک جلوه‌ای از من رو برای خودش بسازه که خیلی پاک و منزه و درست و خوب و خفن و جلو. کجا داره میاد این تفکر؟ از اینکه من خودم رو با هیچ کس مقایسه نمی‌کنم جز دیروز خودم. یعنی من میگم تو باید الگوی تو دیروزت باشه و تلاش کنی دیروزت نباشی. حالا مهم نیست سرعت چقدره، فقط دیروزت نباش. تو اصلا ممکنه یک کشاورز فوق‌العاده باشی. من تو چه مسئله الگوتون؟ تو باید به من بیای بگی امیرعلی اون فکری که تو داشتی برای من جذاب بود و من اونو تو زندگیم پیاده کردم. اینکه تو بگی الگوی منی یا تو برای من یک کاراکتر خیلی مهم، اصلا دوست ندارم این کارو. و فکر میکنم بود ساختن و بود شدن این کوچولو بودنه. من فن بودن رو دوست ندارم. من تو زندگی فن هیچ کسی نیستم. مثلا فن نیستم. من آدم ها رو خیلی دوست داشتم تو زندگیم. مثلا من سیروان رو شاید خیلی دوست داشته باشم و دوست خوبم باشه، ولی فنش نیستم. دوستش دارم و یه سری فکراش و ایده ها و کارهاشو دوست دارم. انتخابهاشو دوست دارم. انتخاب کردنشو دوست دارم. ولی اینکه اون آدم خودش برای من یک بود. من میگم تو زیباترین چیز و کاملترین چیزی که توی زندگیت داری خودتی. خب و جا فکریو چرا دوست دارم؟ به خاطر اینکه توش بوت دیگه معنا نداره. به خاطر اینکه مثلا من هر موقع تو جا فکری یه نفر میاد بهم میگه اینو بیارید اینو بیارید اینو بیارید، اونقدر دوست ندارم که میگن این بحث رو بیارید. موضوع بهت بگن تا شخص. آره. به من بگن مثلا همون حرفی که الان زدی دیگه. آره. من به جای اینکه شخصه برام اهمیت داشته باشه بیام میگم آقا فلان موضوعی که برداشتی گفتی روی من تاثیر گذاشت. آره. فلان مدل فکری، فلان تفکر، فلان ایده آره. چسبید به من. نه اینکه امیرعلی تو چسبیدی من زندگیمو به تو مدیونم و با تو دارم زندگی میکنم. به جای این آدم بیاد ببینه اون پشت امیرعلی چیه، امیرعلی چه چیزی رو فراهم کرده برای من. تو عکاسی مثلا تو نگاه میکنی وقتی که خیلی عکسات خوب میشه فکر میکنی سوالای آدما از تو چیه؟ فکر میکنی چیه سوالهاشون؟ لنزت چی بود؟ فیلترت چی بود؟ دوربینت چیه؟ چی بگیرم امیرعلی؟ کسی از تو نمیپرسه کجا بزرگ شدی. کسی بهت نمیگه چرا رفتی فلان سراغ فلان لوکیشن، غذا چی خوردی قبل این عکس، چه میدونم حالت چی بود اینو رفتی گرفتی، عاشق شده بودی، ناراحت بودی، افسرده بودی، خیلی خوبی پولی اومده بود تو جیبه، چجوری شد تصمیم گرفتی بری روسیه اون عکس رو بگیری، فازت چی بود مثلا. خب دوربینت چیه؟ خب دوربین که دیگه ساده ترین چیزه. میدونی وقتی یه نفر به تو میگه من عاشق توام، تو اینجا دوباره یک اکویپمنتی، تجهیزاتی، در صورتی که خیلی اتفاقا میفته که تو امروز بشی تو. میدونی یعنی بهت بگم مثلا شاید اگه من تو 17 سالگیم اون آدم اون روز من زودتر از همه نرسیده بودم و اینجوری نشسته بودم یارو به من بگه که این چیزی که کلت تو دستت این اسمش جا فکری، شاید من امروز اصلا نساخته بودمش. اینقدر مهمه. مرسی. اون چیزهایی که اون پشته. ببین پس اینا خیلی مهمه و وقتی یه آدم میاد به تو میگه تو فلان، یعنی من همه اون چیزهایی که در مورد اتفاق افتاده رو نمیبینم. تو فلان، چون همه اون چیزها برای تو اتفاق نمیفته و امکان نداره تو بتونی پاتون مسیر کسی دیگه‌ای بذاری. مسیر خودتو داری، تو پیست خودتو داری، تو پیست هیچ کس نیستی و به اندازه‌ای که حواست پرت آدم‌های دیگه است به جای فکرای دیگه، تو هر روزت از روز قبل عقب‌تری. شاید یه آدمی باعث بشه با کاراش انگیزه بشه برای تو نباید اون آدمو با خودت هیچ وقت قاطی کنی. این انگیزه خیلی بزرگتری بود واسه اینکه من جا فکری رو بسازم و فکر میکنم به اون هدفم هم رسیدم. یعنی کار بزرگتره نسبت به خودم. انقدری که الان بهم میگم بیا تو جا فکری صحبت کن، واقعا نمیبینم خودم رو تو جایگاهی که بیام ببینم بشینم صحبت کنم حتی. حالا با در مورد ترس و از دست دادنه صحبت کردیم. چی به دست آوردی؟ از همین جنسی که داری میگی میخوام بگی یا این برنگردی بگی شهرت، محبوبیت، نمیدونم ثروت، فلان فلان. نه، تو امیرعلی 22 ساله با اون تجربه زیسته، با امیرعلی 31 الان درست میگم 31 الان چی عوض شد از اون ریشه یا عمیقا؟ ببین فکر میکنم حرفام واقعی شد و عشقم به زندگی هم واقعی شد. این فکر میکنم مهمترین چیزی که به دست آوردم. ببین تو وقتی که 21-22 سالته میری با یه دختر بیرون میگی من عاشقتم، من همه زندگیمو میدم برات، واقعا همه زندگی تو چیه جز این که مثلا 50 تومن 100 تومن یه لابا با لباساش
لباسایی که باباهای مثلا پول گرفتی لباسات هم مال خودت نیست ولی خب حرفات خیلی دلبره دیگه، خصوصا برای اون دختری که سن و سالش هم کمتره. اصلا این فکر میکنه دیگه مرد رویاهاشو دیده و اینها، تو هم این مرد رویایی رو خیلی خوب ساختی. ولی وقتی تو 32 سالگی تو 30 سالگی به یکی میگی عاشقشی، احتمالاً تو اون بره، حالا اگه بگیم همچنان اون رویه رو ادامه نداشته باشی، پول رو درآورده باشی و اینا، وقتی به یکی میگی ببین من عاشقتم، احتمالاً توی روابطی و پشت سر گذاشتی. حالا میدونی تعریف برات پیدا کرده، اصلا دیگه راحت به کسی نمیتونی بگی عاشقتم. و اینکه اگر میگی عاشقتم و خرجش میکنی واقعیه، اگه وقت میذاری بغلش میکنی واقعیه، اینا خیلی واقعی تره. حالا من چند وقت پیش با استاد خلبانیم که نشسته بودم حرف میزدم، یه حرف قشنگی زد، میگفت من تو 70 سالگی تازه فهمیدم زن چیه. ببین چقدر هر چقدر سن تو که بیشتر میشه، نسیم فهمیدم چیه. نسیم، همین بادی که به تو میخوره، این ارزشش چند میلیارده، چقدر زیباست توی تایمی، چقدر هنر نسیم، یه نسیم ساده. خب من احساس میکنم بعد از 10 سال چیزی که به دست آوردم خود واقعی بودش که اگر یک حرفی میزدم، اگر میگفتم الان زندگی رو فهمیدم، شاید یک درجه از فهم زندگی رسیده باشم که این که مدیریت میکنم. ببین من تازه دارم پلی‌استیشن بازی میکنم، خیلی اهل بازی اینا نیستم. بعد میبینم چه جالب، تو همین چیزایی که تو بازی مدیریت میکنی، مثل مدیریت استرس، همین که چه میدونم از اینکه یه جایی میبری میپری بالا، از اینکه یک جایی نبردی بالا بازی رو، مثلا باز خوشحالی چون شریکت، دوستت، رفیقت اون رفته بالا، اون برده بازی رو. میبینم این رو من توی زندگی واقعیم دارم به دستش میارم. یعنی میبینم که این یه جای دیگه من میام پایین، یکی دیگه میره بالا. مثلا شاید بابام تو این بره میره بالا، شاید از اینکه چه میدونم خواهرم یه جای و تو از قصد یکم بیشتر میبازی زمانت رو و پولت رو، ولی یکی دیگه میاد بالا تو این بازی روابطی که داری. یا مثلا از اینکه یه چالشی وقتی برات پیش میاد، چالش رو ببین. من مثلا تو 20 سالگی وقتی یک نفر بهم میگفتش که چالش ها رو فرصت ها ببین، برام جی بودش که چی میگی بابا، مثلا حوصله ندارم. چالش و فرصت ببین، چالش الان خراب کرده مغز منو. بعد میبینی که الان تو 30 خورده سالگی وقتی میگن مثلا یه چالشی که برام پیش میاد، به خودم اینجوریه که اصلا ببین سرم درد میکنه که تو این چالشو بهم بدی، ببینم من با چه کار میکنم. این چیزی که داری میگی، خب تو مسیر طبیعی رشد و بالاتر رفتن سن به دست میاری دیگه. تأثیر این چیزایی که ساختی، نه اصلا الزامی نیست. توی اصلا بالا رفتن سن نمیتونه نتیجه این باشه که تو از چیزهایی که آموختی، حتی فهمیدی، بخوای نتیجه جدید گرفته باشی. من خیلی آدما رو میبینم که مثلا من میگم آقا سیستم سازی چیز بسیار مهمیه. آقا تو میخوای بشینی اینجا گپ بزنی، حرف بزنی، پلی‌استیشن بازی کنی، بگی بخندی، اصلا یه هفته بذاری بری سفر ولی همچنان پول در بیاری. تا میگم سیستم سازی کنید، از این سیستم کارمندی یک مقدار فاصله بگیرید، یا حداقل تلاش بکنید همزمان با یک سیستم سازی کوچولو ولی از این کارمندی فاصله بگیرید. طرف سری میاد بهت میپره، چی این کارمند هراسی که تو جامعه را انداختی تا فلان. میگم آقا من که به کل اقتصادی اصلا پسیو اینکام دیگه به کل دنیا که وصل نیستم که بگم حالا همه دنیا کارمند نباشید. همین که تو داری صدای منو میشنوی از هر پلتفرمی، یا اصلا تو یک دوستی عادی، تو یک صحبتی، تو یک بحثی، تو یک جمعی، دیگه کارمند هراسی نداره. میگم آقا تو میخوای سفر بیشتر بری، پول بیشتر در بیاری، ماشین بهتر بخری، با کارمندی نمیشه قربونت، هیچ جای دنیا نمیشه. شما الان کانادا هم زندگی بکنی با پول کارمندی احتمالاً خونه نمیتونی بخری دیگه. بعد کار بیشتری از کارمندی بکنی که بتونی یه خونه چه میدونم $1 میلیون بخری. با حقوق مثلا $7,000 که تو نمیتونی خونه یه هاوس مثلا $2 میلیون با 2 تا پارکینگ بخری. اونور دنیا هم نمیشه، اینجا هم نمیشه، اصلا کل دنیا الان نمیشه. ولی با اینکه میدونه این کارو نمیکنه. بعضیا نمیدونن، بعضیا نمیتونن، بعضیا نمیخوان. یعنی 37 سالشه نمیخواد بپذیره که تمرکزشو مثلا از روی، یا تکیهشو از روی پولی که پارتنرش در میاره برداره و برای خودش. مثلا من شده مثلا همسر دوستم خیلی آدم ثروتمندیه، همسر شده مثلا دست راست این. میگم بابا تو خودت پر از استعدادی، پر از کارهای ایده های بزرگی، خب منابع مالیش هم که از همسر تا حدودی داری بهت کمک میکنه، برو بیزنس خودت راه بنداز. ولی همیشه قور میزنه که چرا این کارو اون نکرد. میگم خب این کار خودت بکن. میدونیم خب میگم سن که بیشتر میشه الزامی به این که تو خیلی پختن برخورد بکنی نداره، مگه اینکه تصمیم بگیری از اون چیزهایی که فهمیدی بخوای استفاده بکنیم. آره اینجوری فکر می‌کنم. تو صحبتات یه اشاره ریز به تاثیرگذاری داشتی. الان که مورد استقبال واقع شدی، برای خودت مخاطب داری، دغدغه تاثیرگذاری است یا کلا مثلا
یه نیاز عمیق‌تر بوده از بچگی، نوجوانی که الان همراهته؟ نه اصلا این باعث نشده. اون چیزی که تو درونمه باعث اینا شده. من کلا از این که ببینم یه آدمی تو نقطه A بوده شده ب، از ب رفته به C، نمیدونم این چیه، برای منم چه منفعتی داره نمیدونم. یک دگردوستی در من فعاله از این که ببینم یه آدمی رو هول دادم یا یه جای دیگه ای هولش دادن و اون یه لولی رو طی کرده، برای من مثل این میمونه که من یه پول قلمبه‌ای درآوردم، برای من مثل این میمونه که غذای خیلی خوشمزه‌ای خوردم، یا برای من این میمونه که یه پول گنده‌ای به من رسیده. از این که میبینم چی داره بهت میده که این چیز، این حس مشابه رو داره؟ یعنی این که میشه هنوز. برای تو میشه یا برای اون میشه؟ برای من. برای تو چی میشه؟ امید به این که تو چی کار کردی؟ مثلا وقتی من میرم توی خونه که میبینم مثلا ستوناش بزرگه، پارکینگش بزرگه، فول امکانات مثلا جذاب، جدید، هوشمند، مدرنه، میگم زنده باد. میگم ایول، زنده باد ثروت، زنده باد سلامتی، زنده باد سفر، زنده باد عشق. هر کسی که تو این مسیرا میره به جای خودش رو میرسونه، به من این امید رو میده که پس میشه. من اگه با آدم‌های هینتایی که میتونم رو میدم، میبینم براش کار میکنه. مثلا یکی از دوستام چند وقت پیش گفتم که بزرگترین ترس چی الان؟ گفت رانندگی. گفتم چقدر پول داری؟ گفت مثلا 200 تومن، 200 میلیون. گفتم برو یه ماشین بخر و لطفاً راننده شو. و با اینکه اصلا فکرش هم نمی‌کردم رفت خرید و رفت راننده شد. با 1000 ترس و استرس اومد تو خیابون و راننده شد. و اصلا نمیدونی این آدم برای من چه انرژی و انگیزه بزرگی ساخت. یا مثلا وقتی میبینم که به یکی میگم آقا از این کارت بیا بیرون، برو اون کارو بکن، میاد بیرون، یهو میبینم چقدر باحال اراده کرد این کارو انجام بده. خدا بودم دست نه چی دست. ببین ما آدم‌ها به طور کلی زنده ایم به این که احساس بکنیم یک اثری داریم، زنده ایم به این که احساس کنیم یک اثری رو خلق کردیم یا یک اثری داریم. چه میدونم تو وقتی میری مثلا یک مجسمه رو برای یه خونه میخری هدیه، از اینکه سری بعد بری توی اون خونه مجسمه رو هنوز اونجا ببینی لذت میبری. تو از اینکه کار کنی پولی در بیاری، یه عده‌ای رو پای میز بشونی، از اینکه یک آدم‌هایی رو که عزیزن حالا یا برای تو یک جوری یک تأثیری دارن رو مهمونشون کنی، شام بهشون بدی، لذت میبری از اینکه اونها با نون زحمتای تو دارن این کارو میکنن، غذا میخواد، تو یک شب زیبا ساختی. از اینکه ببینی یه آدمی به جایی رسیده، نه به فاز تشکر و چه میدونم تجلیل. نه فهمیدم چی میگی. از این جنس داری میگی که انگار که من توانایی این رو داشتم، من معنای این رو داشتم. آره. مفید بودم. آفرین. اصلا مفید بودن مهمترین کیوردی بودش که میشد بری. اصلا از این که احساس بکنم ببین امروز آخه نگاه کن، من میگم همین الان که من تو اینجا نشستیم که خیلی امروز رو ندیدن. یعنی ببین طرف 7 ماه مریض بوده، امروز روزی بوده که دستگاهاشو ازش جدا کردن. من و تویی که الان اینجا نشستیم به چه دلیل اینجا نشستیم؟ چرا اصلا این همه روزگار چرخیده من و تو امروز اینجا بشیم؟ این یه دلیلی پشتشه. حالا خیلی به این دلیل اعتقاد ندارم، به رسالت اعتقاد ندارم، به اینکه پس تو اینجایی فقط باید بخوری بخوابی تمام شه بره. من به این اعتقاد ندارم. میگم ببین تو اگر امروز اینجایی باید یک تاثیر. من این روزایی به خودم میگم اگه برای خودت امروز مفید نبودی لطفاً برای آدمای دیگه باش. اگه برای خودت حوصله نداری یه کارایی رو ببری جلو، اون 7 تا کاری که امروز تو دو لیستت بوده انجام بدی رو انجام ندی، زنگ بزن حال یکی رو با تلفنت خوب کن. میدونی حداقل این کار مفیدو انجام بده. و اگه یه کاری بکنی که این کار مفید دراز مدت تر باشه که دیگه اصلا چه لذتی داره. یعنی مثلا من یکی هول دادم سمت یوتیوب، گفتم تو رو خود از این کاری که داری بیا بیرون، برو یوتیوب تو بساز. و از اینکه میبینم یوتیوبشو کار کرده، مانیتایز شده، الان درآمد دلاری داره، حالا اون 300 بارم زنگ بزنه بگه امیرعلی تو این کارو کردی، که من باز دوباره میره تو اون فاز تجلیل و تشکر. من اون برام مهم نیست. من از اینکه میبینم یه آدمی 2 روز دیگه تو این بالا پایین شدن دلار زندگیش گارانتیه، یه ذره دیگه با دلار اینجوری بالا پایین، حتی ممکنه اوضاعش بهتر بشه تا حدودی برای خودش. فقط تو پتانسیلا رو میبینی؟ آفرین. آره اصلا من عاشق اینم که پتانسیلا رو ببینم، آدم‌ها رو متوجه پتانسیلاشون بکنم و کاری بکنم که آدم‌ها متمرکز بشن رو ثروت‌های حقیقی زندگیشون، مثل انرژی، مثل زمان، مثل روابط، مثل پتانسیل‌هایی که در مورد جغرافیایی که دارن برای زیست میکنن وجود داره. مثلا شما اینجا مهد ایده‌های اجرا نشده است. من دیروز به عمم زنگ زدم گفتم که عمه جون توی شهرستان هنوز اونقدر مثلا بیس غذاهای رژیمی هنوز شکل نگرفته. قطعا تو شهر شما یک سری ورزشکار هستن که دغدغه‌شون غذای رژیمیه. توی مطبخ کوچولو درست کن، هر روز پک کن، پکی که فقط آدما باید بذاری تو مایکروفر، چه میدونم پکی که فقط آدما میگیرن میخورن بعد تازه براشون بفرست، مثل تهیه غذا. حالا تفاوتش اینه که غذا سالمه. باحال نیست؟ میگم آقا تو اگه مثلا 200 تا
4 میلیون تومان اشتراک بگیری میشه چقدر؟ 800 تومان میشه ماهی. تو حساب کن مثلا تو سال میشه چقدر؟ گفتم تو میتونی سالی 2 تا واحد تو همون شهرستان بخری اگه حالا بگیم همش سود. خیلی ایده ها هنوز اینجا اجرا نشده. آدما قدر این ثروت رو میدونن یا فقط دوست دارن برن توی کشور پیشرفته؟ مثلا آدما واقعا دوست دارن یا فکر میکنن؟ نه، خیلی اوقات آدما واقعا دوست ندارن برن. نگاه میکنم میبینم امیرعلی داره میره، احساس فومویی که دارن، آره. ترس از دست دادنه، عقب موندنی که دارن باعث میشه برن کار کنن. آره. من خیلی از دوستامو دیدم که شرایطی که داشتن رو رها کردن، رفتن تو شرایطی که حتی 50% شرایطی که اینجا داشتن بوده. فقط افتادن توی اون بازی که آقا عقب نمونی، آقا الان ببین هر بارم که اینجور صحبت میشه ایده گارد میگیرن که بابا شما اوضاعتون خوبه. نه، واقعا لباس مهاجرت لباسی که به تن همه نمیشینه، ولی اینکه اینجا اوضاع خرابی هم داشته باشن. یعنی دوستای من بودن با اوضاع خراب رفتن و خرابتر شده، اینجا بوده رفتن و خیلی بهتر شده. اینم هست، خیلی زیادن اینا. به طور کلی گفتم، یعنی گفتم آقا اینجا داری زندگی میکنی، اینجا چیزهای زیادی رو از دست میدی، یه چیزهایی هم باز با اون نگاه پارادوکسیکاله، یه سری چیزا هم اینجا داری که جای دیگه ای نداری. اونم چیزیه. من اینها رو که به آدم‌ها یادآوری میکنم، اون آدمی که کچ میکنه میگیره این وضعیت رو و تلاش میکنه باشه کاری بکنه، بهم یه احساس بی‌نظیری میده. و دیدی میگن تو وقتی یاد میگیری که به آدم‌ها یاد میدی یه چیزی رو، با این یاد میگیرم که برای خودم امید بسازم. یه وقتی با خودم میگم تو انقدر برای همه میکروفونی، یه ذره برای خودت باش دیگه. بعد برای خودم میشینم، باورت نمیشه، با خودم حرف میزنم، میگم که خب یعنی میشینی پتانسیلای خودت هم میکشی. آره، خیلی یادداشت میکنم، میگم ببین تو این کارو کردی پس این کارو میتونی بکنی، پس این کارو انجام بده. مثلا تو موسیقی میدونم یه کارایی میتونم بکنم. تست کردی؟ آره، مثلا شده مثلا تو تمرین کنسرت یک خواننده‌ای من رفتم پشت یه ساز کوبه‌ای زدم، یا مثلا آرش اومده گفته چند وقت میزنی؟ گفتم بار اولی بوده نشستم. بعد گفته خب برو یاد بگیر روانی دیگه. اول گفتگو گفتی دیگه. این مدل ذهنیشو یاد بگیری، مدل نگاه کردن بهشو یاد بگیری، ذهنت میتونه دیگه آره چیزای دیگر هم کنارش بذاره. آره، جهان بینیه. ببین هر چقدر که سنت میاد بالا، من فکر میکردم سنت که بیاد بالا خنگتری، کمتر میفهمی، ولی شبکه مغزت که هی بزرگتر شده، اون کانکشنای عصبی مغزت هی بیشتر شده. تو امروز زبان رو بخوای یاد بگیری، انقدر قصه داری در مورد یه جمله که استادت بهت میگه، شاید بهتر از 15 سالگی زبان رو یاد بگیری. این خیلی چیز عجیبیه. من وقتی به بابام شنا یاد دادم تو استخر، اینو فهمیدم. یا مثلا اومدم بهش گفتم این کارو کن، این کارو کن، شبیه بال هواپیماست این که میگی، این شبیه آیرودینامیک هواپیماست. یا دیدم بابام رفت و من اصلا خشکم زد که این چجوری رفت رو آب. فقط توضیح شده دیدی؟ یه ذره توضیح دادم زیر شکمش و پاشو اینجوری گرفتم رو آب نگهش داشتم و دیدم مون. گفتم پاتو اینجوری کن و رفت. و همینجوری داشتم نگاه می‌کردم، دیدم یکی داره مخالفش میاد، ترسیدم پریدم رفتم کشوندمش این طرف. یعنی میخوام بهت بگم تو سن بالاتر جهان بینی تو کمک میکنه که خیلی چیزهایی که یاد میگیری اتفاقا اصولی‌تر، درست‌تر و اثر نیاز واقعی یاد بگیری، نه اینکه چون حالا مامانت میگه برو شنا یاد بگیر بری یاد بگیری. تو جا فکری این خلق موقعیت هایی بوده که تو یک چیزی رو بهت اضافه کنه، چیزی که از جنس نگرشه. حالا وقتی دارم نگاه میکنم خب ببینم قدم بعدی این خلق چیه. یه اشاره ریزی به این داشتی که آره پتانسیل ها رو میبینم، دنبال اینم که به آدم ها فضایی رو بدم که بتونن اونها هم برن سمت خلق کردن زندگی هایی که تا الان نداشتن و من توشون میدیدم. ولی قدم بعدی تو رو نمیتونم بخونم. تو ایده‌ای براش داری؟ میدونی؟ اصلا مهم نیست به نظرم. و یه چیزی که فکر میکردم، یه زمان فکر میکردم باید یه بیگ پیکچر داشته باشی بری سمتش. بعد دیدم که ببین خیلی از این چیزهایی که تو براش برنامه‌ریزی میکنی اتفاق نمیافته و اصلا بیگ پیکچر میتونه همونقدر که به تو انگیزه بده همونقدر میتونه تو رو نابود کنه. یه تصویر بزرگ چند ساله برای خودت میچینی و میگی من میخوام برم به این سمت. من پریشب یه چیزی رو نوشتم تو گوشیم و بعد بلند شروع کردم قهقه زدن. بعد بابام از خنده های من تعجب کرد، برگشت گفت به چی داری میخندی؟ چه چیز خنده داری دیدی و اینو؟ گفتم خیلی برام بامزه است. یه تیکه پازل دیگه برام روشن شد، یه چیز دیگه برام روشن شد که خیلی جالبه. گفت چی؟ گفتم من دوست دارم فیلم بسازم. الان یه تیکه از اون پازلی که فیلم است برام باز شد یهو. بعد گفت چه باحال.
حالا اگه من بخوام بشینم با فکر اینکه یه روزی میخوام فیلم بسازم، من کلاس فیلمنامه‌نویسی رفتم، شرکت کردم، دیدم چقدر پیچیده است برآمد. این چیزی نیستش که من دوست دارم. من انقدر نمیام به این مهندسیش کنم. آره، چون واقعا مهندسی بود فیلمنامه، یعنی چیز خیلی پیچیده‌ای بود. من گفتم اصلا حوصله اینو ندارم بخوام الان بشادم، الان بلوغشو ندارم، شادم الان اونقدر ظرف فکری من پر نیستش که بخوام اینو بریزم روی میز بکنمش یه فیلمنامه. شایدم ایده من هنوز ایده برنده شاید هم استایل فیلم نوشتن اصلا نباید سیت فیلدی باشه که مهندسی شده است. آره. شاید دوست داری اصلا یه چیز استایل مستقل خودت که توی یه 4 خط باشه رو ببری جلو. آره دیگه، ولی این هنوز بهم نرسیده، ولی من میدونم که اینو دارمش، میدونم که دوستش دارم و یه روزی بعد بیاد. حالا اینکه چون میدونی که اومد و زد یه روز دیگه یهو تو درگیر مریضی شدی، اومد و زد مثلا یه روزی یه ماشینی بهت زد، توی پروازی اتفاقی افتاد، یه اتفاقی برای یکی از عزیزانت افتاد که اصلا جهانت رو تغییر داد، اصلا نگرشت به همه چیز رو تغییر داد. حالا من باید به اون بیگ پیکچری که بر خودم ساختم خودم بکشم. برای همین میگم ببین، من فقط هر روز کاریو میکنم که فکر میکنم درسته. بخشش میشه یک روتینی که احتمالاً یه فعالیت درستی مثل ورزش، غذای نسبتاً سالمه، نمیدونم صحبت کردن یا روابطی که تو روشون سرمایه گذاری میکنی و احساس میکنی آدم‌های قابل سرمایه گذاری هستن، کوچولو در طی روز. یا یه بخشش میشه یه سری کارا که احساس میکنی که اون کار در نهایت ممکنه بشه یه کار بزرگ، چه میدونم بخشی فکر کردن میشه، پیدا کردن یک مهمون جدید برای پادکستت، حالا برای خود نویم دارم میگم. بخش دیگه‌اش زندگی برای چیزی که اصلا قابل پیش بینی نیست. کدومی که از اون آدمایی که اون روز از خونه میرفته بیرون فکر میکرده وقتی برمیگرده دو تا پا نداره، گاردریل اومده تو ماشینش دو تا پاشو قطع کرده از اونور زده بیرون؟ کی فکرشو میکرده؟ من چند وقت پیش تو اتوبان داشتم میومدم، یکی نتونست کنترل کنه رفت جلو، خورد به یه ماشینی، پیچید جلوی ماشین. من واقعا فکر کردم مردم، چون من تا شاید 2 ساعت پنیک شده بودم، استرس داشتم، تپش قلب داشتم، رسیده بودم خونه. چه میدونستم که مثلا اون شب نیم ثانیه عقب جلو شده بود. از قرارداد خیلی خوبم داشتم برمیگشتم، از یه شب فوق العاده داشتم برمیگشتم و اون اتفاق داشت میافتاد. از کجا میدونستم؟ حالا من بشینم خودم با یک تصویر بزرگ، نه واقعا فکر نمی کنم. من اگه یه روزی بچه داشته باشه هیچ وقت بهش نمیگم احتمالاً خانم دکتر چطوره، اصلا هیچ تصویری رو نمیسازم. میگم امروز چی کارا کردی، ممنتو موری. آره، تو لحظه امروز چی کار داری میکنی، کاری که الان داری میکنی تو رو میرسونه به اون ظرفیت بزرگی که فکر میکنی یا نه. شکل فکر کردن تو بزرگ کن، اتفاقای بزرگ برای آدمای بزرگ اتفاق میفته. حالا یه اشاره کردی به اینکه مهمونمو چجوری انتخاب کنم و تصمیمامو چجوری بگیرم. یکی از سوالای همیشگیمون رو بپرسم، کوزی کورنرت کجاست؟ یکی از دردهایی که من دارم میکشم اینه که تقریبا هر کورنری تو زندگی من برای من کوزی کورنره و دارم تلاش میکنم که اینو منیجش بکنم، به خاطر اینکه ذهن من دائما در حال کنکاش و فهمیدن و درک کردن و پیدا کردن یه رابطی بین چیزهایی که فهمیدمه. ببین مثلا دختر خالم داره برای من حرف میزنه، یهو میگم صبر کن و اون بهم میگه که چی شده، میگم یه لحظه صبر کن، بعد شروع میکنم بدو نوشتم، میگم این به اون ارتباط، این به اون ارتباط و ببین همه جا برای خودم یه وایت بوردی درست کردم، تو گروه تو تلگرامم برای خودم یه وایت بورد ساختم، تو واتساپم برای خودم یه وایت بورد ساختم، تو نمیدونم نوت گوشیم یه وایت بورد دارم، تو پلتفرم‌های دیگه وایت بورد دارم، هر جا که جلوم باشه واسه اینکه از دستش ندم یه چیزه. ولی بخوام به طور کلی بهت بگم، کوزی کورنر من یه بولت جورنالی که همیشه توی کیفم، یعنی هر جا میرم باهامه، میشینم تو اون فکر میکنم و تو اون کار میکنم. همومم خیلی بهم کمک میکنه یهو میبینم 20 دقیقه 25 دقیقه زیر دوشم تا زمانی که مامانم داد بکشن آب اسراف نکن، بعد میام بیرون. واقعا نمیدونم، ذهن درگیره. آره همون به من این فرصت رو میده. آره پشت فرمونم همینطوریه. من خیلی وقتا موزیک نمیتونم گوش کنم به خاطر همین موضوع. موزیک اجازه نمیده فکر کنم، برای همین موزیک گوش نمیدم، که موزیک بی کلام اینسترومنتال بشونه، چون میدونم که فقط بهم کمک میکنه فکر کنم. آره راست میگین، کوزی کورنر چیزیه که باید بهش فکر کنم، اینم باید مهندسیش کنم. خیلی جالبه. آره. چون به مرور هی جاش عوض میشه، آره. جنسش عوض میشه و تو هر چقدر خودتو بیشتر میشناسی. اصلا کوزی کورنر میتونه بعضی از آدما باشن، یعنی 100% صحبت میکنی با یه آدم ایده ازت میزنه. بابا اصلا یه چیز جالب بگم، یکی از مهمونامون برگشتش گفتش که کوزی کورنر من دیالوگ با فلانی و فلانی و فلانی. گفتم یعنی چی؟ گفت من اصلا تنهایی نمیتونم بشینم با خودم فکر کنم باید حتما بشینم با
این دوتا آدمی که آدم نزدیکن هم فکری کنن. آره گفتم مگه میشه؟ گفت حالا که شده. خیلی باحاله. خیلی جالبه. چقدر ایده این اسم پادکست تو جذابه. خیلی جالبه، چون خود کوزی کورنر تو میتونه برای خیلی از آدما کوزی کورنر باشه. آره ممکنه. ممکن. جالبه. حالا بحث امروزمون برات باحال بود؟ آره میخوام برم سمت جمع‌بندی. بریم. اول از همه من متوجه شدم که امیرعلی از روی یک نیازی به اینکه من چیزی بزرگتر از اون چیزی که تا امروز تونستم لمسش کنم، بهش رسیدم، تجربه کردم، اومده اون مسیر و حرفه و اون عنوانی که تا سن 27 سالگی برای خودش ساخته بوده رو رها کرده و با چشم بسته، با ترس و لرز گفته برم ببینم حالا فلان چیزی که داره قلقلکم میده چیه، تجربهش کنم. فضای عکاسی و فیلمبرداری رو برای خودش پروندهش رو فعلا، چون نمیدونیم در آینده چی میشه دیگه، فعلا بسته. گفته آقا من اگه دارم میرم عکاسی هم کنم دیگه برای دل خودم انجام میدم، به عنوان یک عکاس یا ویدیوگرافر یا محتوای بصری از اون جنس ساز دیگه این کار رو انجام نمیدم. شروع کرده توی فضای جدیدی، بخشای جدیدی از خودش رو دنبال کردن، چون از یک جایی به بعد فهمیده هویت وقتی داره در موردش صحبت میشه، اون چیزی که امروز دیگران از تو میشناسن یا حتی خودت از خودت میشناسی نیست. این یه تیکه از یه پازل بزرگتره توی این لحظه. دلیل نداره من اگر به یه حدی از موفقیت، شهرت، ثروت یا هر چیز دیگه‌ای توی فلان حوزه رسیدم دیگه همین باشم و بس. یک خورده روایتی وجود داره که توی این تلنگره هم میتونیم بگیم ویرانش کرده، هم میتونیم بگیم کمکش کرده، هلش داده که محکم‌تر قدم برداره. اونم داستان اون فردی که اومده تو رو زیر سوال برده. کاری که داشتی میکردی، هویتی که داشتی، شخصیتی که داشتی رو جلوش یه علامت سوال گذاشته. گفته فکر نکن تو اینی خوششانسی داشتی به خاطر اینکه فلان کارو تو فلان زمان داشتی انجام میدادی. و به قول معروف وقتی علامت سوالو جلوه خیلی چیزا بذاری، خودش شروع میکنه برای تو رقصیدن. سوال تو ذهن امیرعلی شکل گرفته که آیا واقعا من اینم؟ آیا من تموم شدم رفتم؟ آیا نمیتونم بخش دیگه ای داشته باشم؟ بعد دیگه ای داشته باشم؟ شروع کرده رفته شخم زدن، برگشته توی یک لحظه ای توی 18-19 سالگی توی دانشگاه، زمانی که دستشو گذاشته بوده زیر چونهشو گذاشته بوده روی جافکریش. من یه عنوان جافکری جذابی و از سالها پیش داشتم با خودم یدک میکشیدم. از سالها پیش حتی رفته بودم یه اکانتی رو به عنوان زاپاس با همین عنوان برای خودم ذخیره کرده بودم، تستش میکردم. من دارم میبینم که توی تنهاییم، توی خلوتم دارم پادکست گوش میدم، دارم میبینم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای شخص خودم. وصل شدن عنوانه موضوعه. خب چه اتفاقی میخواد توش بیفته؟ مدیوم منظورم بود. خب موضوع چی باشه؟ چه اتفاقی میخواد توش بیفته؟ اول کرونا من یه مقدار پایینم، افسردم. وقتی میشینیم تو جمعای خانوادگی، دایی که از 21-22 سالگی قدرت نفوذ کلامش رو متوجه شده بودم صحبت میکنه، میبینم چقدر داره به من نگرش میده، زندگی میده، چقدر توی این لحظه بهش نیاز دارم. نقطه ها به هم وصل شد. این نقطه که دیگه من نیستم، کنارش یک چیز جدید. این چیز جدید میتونه مدیومی باشه که رو من تاثیر داره میذاره به عنوان پادکست، میتونه اسمش جافکری باشه، میتونه در مورد فلان موضوع باشه. بوم پاق. آره. جافکری پادکستی که تمرکزش روی اینی که تبدیل بشه به پلتفرمی که به آدم‌ها کمک کنه موضوعاتی که تا به امروز کسی نیومده بهشون توضیح بده رو بهشون توضیح بده، یاد بده. به همین جالبی با یک سوال اولیه، با یک نیاز درونی جافکری خلق میشه. حالا جافکری که
بیشتر از هر کسی خود امیرعلی بهش احتیاج داشته، به یه حدی از استقبال و توجه و موفقیت میرسه. وقتی داستان کل شکل‌گیری این پلتفرمی که داری رو با هم مرور کردی، من یه مقدار فضولیم گل کرد و گفتم بذار ببینم دقیق‌تر بشم، ببینم آقا این پشتش که امیرعلیه چیا داره تجربه میکنه، چه چیزهایی براش داشته، چه ترسهایی داشته. کسی که اومده توی یک بازه زمانی 3-4 ساله به خاطر اون تیست خوبی که داشته، به خاطر اون امضای شخصی که داشته، توی یک پلتفرمی 300,000 تا مخاطب برای خودش پیدا کرده، بعد سویچ کرده رفته و حالا شروع کرده توی یک مدیوم دیگه‌ای 1,200,000 نفر مخاطب تا به امروز برای خودش پیدا کرده. چی از دست داده؟ متوجه شدم که تو نگاهت به خاطر اینکه نگاه بیرونی بهت عوض شد دچار تغییر شده. دیگه راحت تر نمیتونی ارتباط برقرار کنی، دیگه راحت تر نسبت به قبل نمیتونی اعتماد کنی. یک مقدار ترس و لرز توی ارتباطاتت بیشتر شده. یک چیز دیگه ای هم گفتی که من احساس کردم و یک جایی به بعد که زمانم رو باختم. انگار توی یک بازه هایی، یک جاهایی تمرکز گذاشتی که نتونستی اون لحظه‌ای که در موردش صحبت کردی دنبال این بودی که زندگیش کنی، تجربهش کنی، تجربه زیستش کنی که ازش یاد بگیری رو داشته باشی. برای همین داری میگی که من لحظه‌مو از دست دادم. عمیق‌تر شدی. گفتیم خب حالا چه چیزایی به دست آوردی؟ اصلا دنبال چی بودی؟ متوجه شدم که یک جای این ذهنیت تو چک گرفته که این دیده شدن، شنیده شدن، عنوان تجاری شدن، پرسونال برند شدن، اگر تو نتونی مدیریتش کنی میتونه تو رو نابود کنه. یعنی امیرعلی که تو میانه 20 سالگی متوجه همچین تاثیر مخربی شده، دیگه اعداد و ارقام براش بی ارزش شده. دیگه این که رفتم مثلا فلان جا منو شناختن دیگه روش کار نمی کرده. یک چیز عمیق تری رو تو زندگیش داشته دنبال می کرده. فهمیده بوده چیزی بیشتره. برای همین حتی راحت تر مسیری که باهاش شناخته شده بوده رو گذاشته بوده کنار، رفته بوده سمت تجربه یه مسیر تازه. اما چی بوده اون؟ از فیدبک هایی که گرفته بوده متوجه شده بوده که ما آدما میتونیم یک چیزی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم باشی. اگر من انقدر تاثیرگذارم که عکس های خوب با فضاسازی های جذاب، دیدنی و زیبایی که دارم میگیرم، این تأثیر رو آدما میذاره که بیان بگم من به خاطر اینکه تو رو دیدم رفتم فلان تجهیزات رو خریدم. اگه من تو خاطر اینکه تو رو دیدم پاشدم رفتم فلان کریر رو انتخاب کردم، رفتم عکاسی رو شروع کردم، میتونه پس یه چیز عمیق‌ترم باشه. تازه فهمید که میتونه آدم تاثیرگذارتری باشه، میتونه بیشتر از اون چیزی که امروز داره فکر میکنه باشه. برای همین شروع کرد به این فکر کردن که میتونه همه چی مفیدتر باشه، میتونه جذابتر باشه، میتونه کمک کننده تر باشه به آدم ها. یک استیج جدیدی رو از زندگی و از امیرعلی بودن شروع کرد تجربه کردن. همزمان با این یه نیم نگاهی داشت و یک جمله از داییشم تو ذهنش طنین مینداخت که لزومی نداره تو برآورده کننده آرزوهای پدر و مادرت باشی، برآورده کننده چیزهایی که اونها تجربه کردن و نکردن باشی. اینجا یه جرقه جدید دیگه‌ای باز تو مسیرش شکل گرفت. به این درک رسید که باید لحظه رو تو آغوش گرفت. اگر من امیرعلی هستم که الان تو این لحظه به قول خودت هوس خوردن یه غذای ناسالم دارم، برم انجامش بدم تا ویرم بخوابه. اگر الان دلم میخواد برم سمت تجربه کردن فلان مسیر، برم انجامش بدم. کل این فرآیند برای من جالبه و اصلا
دوست داشتم بیایم در موردش صحبت کنیم، چون ما آدما مخصوصا وقتی به یه حدی از اطمینان خاطر نسبت به خودمون، از یه حدی نسبت به موفقیت، دیده شدن، تایید شدن میرسیم، میفتیم توی قالب، میفتیم توی چارچوب و دوست داریم همشون رو تجربه کنیم و همش پیش ببریمش، تکرارش کنیم. من متوجه شدم تا به امروز امیرعلی 3 تا از این قالب‌ها رو عوض کرده. یک زمانی اگر داشته به عنوان کسی که توی کافه داره کار میکنه، کار فروشندگی انجام میده، یک تجربه‌ای رو به دست می‌آورده، یک نگاهی به زندگی داشته، یک جایی به بعد اومده توی یک جای دیگه‌ای این قالب رو تجربه کرده و توی این قالب دوم فهمیده که من این یک قالب نیستم، من میتونم یک دنیای بزرگتری باشم. و امروز هم که 32 سالشه داره این مدلی به دنیا و زندگی نگاه میکنه که قالب‌های بیشتری پیش روم هست که نباید خودمو ببندم به این چیزی که امروز هستم. احساس نیازی پیش بیاد، در اون لحظه میرم سراغ قالب بعدی. این چیزیه که من برداشت کردم، این چیزیه که متوجه شدم امیرعلی که یک جای مدل ذهنیش، سیمکشیش میره سمت خلق کردن، داره بهش نگاه میکنه برای خلق موقعیتایی که بتونه الهام بخش باشه، تاثیرگذار باشه برای بقیه آدما. اگر فکر میکنی چیزی باید به این جنبندی اضافه کنی بگو. اگر فکر میکنی من جایی جاده خاکی رفتم، برم گردون تو مسیر اصلی. نه کاملا درست گفتی. به من داشتم فکر میکردم بابا عجب حافظه‌ای. آخه جالب، جلو کاغذ قلم هم نیست که یادداشت بکنیم پوینت ها رو که برداشت کنی. نه کاملا نتیجه گیری درست بود و نیازی به کامل کردن نداره. خیلی باحال بود بحثمون. من تنها چیزی که از تمام این بحث هم خواستم بگم اینه که اون دایره امن، اون سیف زونی که برای خودتون درست کردید، اون چیزی که باعث شده باش احساس امنیت بکنید، همونجا جایی است که شما دارید تموم میکنید خودتون رو. شما بسیار بزرگتر از چیزهایی هستید که فکر میکنید شما رو به اون عنوان میشناسن، توش دارید خیلی پول در میارید. اینا همه اون چیزهایی هستش که باعث میشه اگر به فکر دل کندن ازشون نباشید بپوسید و تو لحظه آدم باشه، آدم سعی بکنه بزرگ فکر بکنه، همیشه بزرگ فکر بکنه، ولی بزرگ فکر کردنش باعث نشه که نتونه زندگی بکنه. برای تصویر خیلی بزرگی فکر کردن و انگیزه گرفتن خوبه، ولی برای اینکه باش روزتو خراب بکنی، ناامید بشی، فولده بده. و اینکه آدم فقط باید هر روز کاریو بکنه که احساس میکنه درسته. یعنی بزرگترین قدم‌ها، بزرگترین اهداف از جایی شروع شدن، بذار اینجوری بگم، بزرگترین اهداف از کوچکترین قدم‌ها شروع شدن و تو فقط کافیه هر روز جوری زندگی بکنی که احساس بکنی که اون کار درست تریه و اجازه ندی هیچ آدمی باعث بشه که تو کوچیک فکر بکنی. من همیشه تو خیابون که راه میرم میگم بابا این که تو توی چه میدونم یه هیوندایی که حالا اینجا به خاطر اوضاع اقتصادی شده 4 میلیارد خیلی سختی کشیدی، باعث نباید بشه که فکر بکنی تو ماشین خاصی نشستی. اونور دنیا چه میدونم بنتلی هم داره. فکر نکن که خیلی چیز بزرگیه. چیزایی که به دست آوردی در نهایت چیزای خیلی بزرگی نیستن و برای چیزای خیلی بزرگ فکر بکن، برای چیزای خیلی بزرگ تلاش بکن، برای آدم‌هایی تلاش بکن که خیلی وسیع‌ترن، بزرگترن و به اندازه‌ای که بزرگ فکر بکنی احتمالاً اتفاقهای بزرگ هم توی زندگیت پیش میاد. امیدوارم که بحثی که امروز کردیم الهام بخش باشه، انگیزه بیاره. آره امیدوارم که تاثیرگذار باشه و یه آدمی احساس خوشحالی بکن، حداقل یه آدم از اینکه پای بحث ما امروز نشسته. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کسی تقدیم کنی؟ ببین من کسی خاصی به ذهنم نمیرسه، یعنی شخص خاصی به ذهنم نمیرسه که بخوام بگم این گفتگو تقدیم بشه بهش، ولی میتونه تقدیم بشه به تمام مخاطبین خودت و البته مخاطبین خودم و البته مخصوصا آدم‌هایی که فکر میکنن امروز به جایی نرسیدن تو زندگیشون. چرا؟ چون دوست داشتم این مکالمه ما بهشون این ایده رو بده که حتی اگر به جاهایی هم میتونستن برسن تو زندگیشون، باز هم کافی نبود، که باز هم اون عناوین براشون کوچولوه و باز هم میتونن بزرگتر فکر بکنن و باز هم میتونن تاثیرگذارتر باشن. کلاً
چیزهایی که آدم‌ها ما رو باهاشون میشناسن، چیزهایی که خودمون سالها برای زحمت کشیدیم، هزینه کردیم، وقت گذاشتیم، خونه دل خوردیم. حتی اگر به نتیجه برسیم هم باز میتونن در بهترین حالت یه تیکه از پازل کلی زندگی ما باشن و ما میتونیم باز هم به یک تصویر بزرگتر فکر بکنیم. همیشه چیزی که ما فکر میکنیم ته یه قضیه است، تازه میتونه شروع یه سری داستان‌ها و قضایای دیگه باشه. امیدوارم مکالمه امروز ما باعث شده باشه که این پیام به مخاطبین ما، به مخاطبین خوب ما رسیده باشه. عشقی پسر، خیلی خوب گفتی. یا بالاترین حد یک جایگاه میتونه نقطه شروع یک جایگاه دیگه باشه. دقیقاً. مشتی هستی. دمت گرم امیرعلی، مرسی به کوزی کورنر اومدی. خیلی چسبید. همونطور که میبینی یه کار تیمی و کلی آدم دارن براش زحمت میکشن. هدف ما تبدیل کردن کوزی کورنر به یه پادکست بین‌المللیه. گره این کار به دست شما باز میشه. چطوری؟ با سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما، دنبال کردن ما توی فضاهای مختلفی که حضور داریم. پس اگه شما هم کنجکاوید که ببینید یه مگا اینفلوئنسری مثل جیشتی که ما به ازای غیر ایرانی امیرعلی هست، کوزی کورنرش چیه؟ چجوری به زندگی نگاه میکنه؟ چرا دغدغه آموزش، سلامت روان داره؟ چرا دوست داره مخاطبینش آدمهای بهتری بشن؟ با سابسکرایب کردن کانال یوتیوبمون کمکمون کنید تا کامیونیتیمون بزرگتر بشه، تا بتونیم مهمونای بین‌المللی هم به کوزی کورنر بیاریم. مراقب به خودت باش، به زودی میبینمت.